میکنم این 1-2 دقیقه رو منتظر میمونیم که احترام کلام خودمون رو حفظ کرده باشیم و رأس ساعت 9 شروع کنیم. اگر شما محبت شماست، لطفتونه، خدا حفظتون کنه. اگر که دوستان عزیزم هر سوالی موضوعی هستش که میخواین حتما امروز بهش بپردازیم، الان وقت خوبیه که بهش اشاره بفرمایید. اگر چیزی هستش که تو ذهنتون خیلی داره خودنمایی میکنه و دوست دارین حتما به اون پرداخته بشه، بفرمایید که من یادم باشه حتما توی جلسه اگر به موضوع این جلسه در واقع مربوط هست در موردش صحبت کنیم. موضوعی هستش دوستان که حتما دوست داشته باشین توی این جلسه راجع بهش صحبت کنیم؟ خب موضوع خاصی گویا تو ذهنتون نیست. بذارین جاش من یه سوال دیگه بپرسم. تا حالا کلاهبرداری در مورد شما اتفاق افتاده؟ بله خانم زهرابی عزیز، دستتونم درد نکنه، خیلی هم ممنونم ازتون. دوستامون فرمودن که متاسفانه در دام افتادن و حسابشون رو خالی کردن. دوست دیگه فرمودن بله یه بار، دوستی فرمودن خدا رو شکر خیر، کلاهبرداری شرکت ها به دوستمون در واقع آسیب زدن. خواهش میکنم، منم از شما ممنونم که برام فرستادین. حالا بعدا با هم حتما در موردش صحبت میکنیم. از کارمندان و دوستان دیگرمون، دوستان عزیزی که دوستمون فرمودن که خرید اینترنتی داشتن اما کالا رو نفرستادن. مرسی. دوستان دیگه هم اگر که تجربیاتی که از کلاهبرداری های مدل جدید داشتن شیر کنن خیلی خوبه. بسیار عالی. ما در همین جمع کوچکی که هستیم میبینیم که یه تنوعی از روش‌های کلاهبرداری رو متاسفانه به هر ترتیب ما تجربه کردیم و هدف ما از این برنامه و این ساعتی که در کنار هم هستیم اینه که مروری کنیم بر این که چطور این کلاهبرداری‌ها اتفاق میفته، نمونه‌هایی از اونها رو ببینیم. بعد از اینکه نمونه‌هایی از اونها رو دیدیم در واقع بریم کالبد شکافیش کنیم، ببینیم که وجه مشترک اینها چیه، چی بین همه اینها مشترکه و چطور میشه که در واقع کلاهبردارها میتونن انقدر خلاقانه نو به نو و با استفاده از روش‌های جدید هر روز روش‌های جدیدی رو پیدا کنن و کلاه بذارن سر مردم. و بعد خب طبیعتا اینجا متوقف نمیشیم، بعدش میریم سراغ این که چطور میتونیم در دام این کلاهبردارها نیفتیم، چطور دستشون رو بخونیم و چطور برای خودمون و سایر عزیزانمون از تله‌های اینها در امان بمونیم. خب بریم سراغ بحث امروز. بحث امروز بسیار کاربردیه و میتونه برای همه عزیزانی که در گفتگو حاضر هستن خیلی اثر بخش باشه. خدای نکرده اگر ما درگیر کلاهبرداری بشیم میتونه ضررهای مالی، روحی، موقعیتی بسیار زیادی برامون ایجاد کنه. بنابراین ازتون خواهش میکنم که همراه باشین، به اتفاق همدیگه خیلی با جدیت راجع به کلاهبردارها، روش‌های اونها و روش‌های این که در دام اونها نیفتیم صحبت کنیم. بریم سراغ بحث و شروع کنیم از این که بگیم که اصلا چرا کلاهبرداری در جامعه ما از نظر آماری داره بیشتر میشه. واقعیت اینه که کلاهبرداری همیشه بوده. از اون سالهای خیلی خیلی دور که من و شما نبودیم بوده، سالهای بعد که من و شما هم نیستیم همچنان خواهد بود. اما به هر ترتیب یه آمارهایی وجود داره که نشون میده گاهی وقتا میزان کلاهبرداری افزایشیه، گاهی وقتا کاهشیه. در برخی جوامع افزایش داره، در برخی جوامع نه، انقدر افزایش نداره. ما میخوایم بریم ببینیم که چرا در شرایط فعلی جامعه ما یه شرایط ایدئال برای کلاهبرداری به وجود اومده و افزایش جدی داریم. دوست عزیزمون پرسیدن افزایش چند درصدی داریم، چند صد درصدی. فرمایشتون درسته و واقعا عدد افزایشش بسیار جدیه. متاسفانه به جهت اینکه بسیاری از اونها
توی آمار قرار نمیگیره، خیلی از اونها رو ما اصلا به جای گزارش نمی کنیم، یا اصلا سیستم و سامانی برای گردآوری آمار اینها نیست. ما عدد رسمی نداریم که در موردش صحبت کنیم، اما همین کفایت میکنه که دور و اطراف خودمون همین سوالی که اول من مطرح کردم رو مطرح کنیم و ببینیم که هر کدوم از دوستان ممکنه یه تعدادی خاطره در مورد روش‌های مختلف و متنوع کلاهبرداری رو خودشون یا نزدیکانشون تجربه کرده باشن. جامعه ما در تاریخ و جغرافیایی که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم یک شرایط ایدئال برای کلاهبرداریه. چرا؟ اولیش اینه که شرایط اقتصادی بده. شرایط اقتصادی بد یعنی بهشت کلاهبرداری. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی من شرایط اقتصادی بهم فشار میاره، فقر، دغدغه‌ها، فشارهای اقتصادی ذهنم و مغزم و تصمیم گیریمو ضعیف میکنه. انقدر تحت فشار هستم که راحت‌تر وعده های دیگران روی من اثر میذاره. انقدر فشارهای مختلف دارم که تصمیم گیری من از کیفیت عادی و عالی خودش برخوردار نیست. بنابراین در شرایط اقتصادی بد کلاهبردارها خیلی خوشحالن، چون ما کمتر قوه تصمیم گیری داریم، کمتر میتونیم خوب تصمیم بگیریم. موضوع دوم که باعث شده شرایط ایدئالی برای کلاهبرداری در جامعه فعلی ما به وجود بیاد اینه که دولتمون درگیره. دولت درگیر دولتیه که با 1000 تا مسئله مختلف درگیره، هر بار هر جا رو میاد بگیره یه جای دیگه در میره و انقدر مسئله و مسائل مهم و استراتژیک تر داره نمیرسه درگیر مسائلی مثل کلاهبرداری ها باشه. این حرف من شاید در واقع خیلی خوشایند نباشه برای هیچ کدوم از ما، اما اگر خدای نکرده شما درگیر کلاهبرداری شده باشین و پاتون به کلانتری و دادگاه و دادگستری رسیده باشه، متاسفانه با من هم نظر خواهید بود. میبینید که حتی وقتی موبایل شما سرقت میشه، وقتی کلاهبرداری و در مورد شما اتفاق میفته، کل تشکیلات سیستمی حاکمیتی خیلی امکان و شرایط مهیایی برای حمایت از ما نداره. از این طرف ما به عنوان مردم گرفتار دغدغه‌های مختلف هستیم. پس شرایط اقتصادی، دولت درگیر، مردم گرفتار. آخ جان، کلاهبردارها آزادن، کلاهبردارها مزاحم کمی دارن، دولت درگیر مسائل دیگه است و کلاهبرداری برای مردمی که درگیر مسائل اقتصادی هستن خیلی فرصت خوبیه. این شد موضوع اول. موضوع دومی که شرایط ایدئال برای کلاهبرداری رو فراهم کرده تکنولوژی‌های جدیده. یعنی چی؟ یعنی اگر که ما در فرایندهای کاریمون با تکنولوژی‌های جدید ارتباط داشته باشیم و این ارتباط ما به شکلی باشه که ما در واقع داریم پولی رد و بدل می‌کنیم یا استفاده ازش می‌کنیم، اما به اندازه کافی اطلاعات نداریم، اما دانشمون به اندازه کافی نیست، ما بسیار مساعدیم برای اینکه سرمون رو کلاه بذارن. مثال عرض کنم، ارزهای دیجیتال یکی از ابعاد تکنولوژی جدیده. خب خیلی جذابه، فضاییه که پر از تنوع، پر از سود احتمالیه، خیلی چیزای جذابی آدم در موردش میشنوه و وقتی که در واقع این فضای جذابیه، تکنولوژی‌های جالبی هم هست، منم آدمی هم که توی فشارهای اقتصادی هم دوست دارم زودتر شرایط مالی و اقتصادی بهتری داشته باشم، راحت‌تر به دام میافتم. این تکنولوژی جدیدیه. من سالهای قبل هیچ جای آموزش ندیدم، اطرافیان من شاید خیلی در این مورد ندونن و کلاهبردارهای بدجنس از تکنولوژی‌های جدید بسیار عالی استفاده میکنن. شاید یکی از در واقع دسته‌هایی از جامعه که اول از همه میره تکنولوژی استفاده میکنه آقایون یا حالا خانم‌های کلاهبردار هستن. تکنولوژی‌های جدید بستر بسیار مناسبیه برای اینکه بتونن در واقع کلاهبرداری کنن، مردم رو از شرایطی که هستن در بیارن، بهشون وعده‌هایی بدن و متاسفانه براشون خطر ایجاد کنن. موضوع سوم نداشتن سیستم‌های بروز پیگیری قانونیه.
وقتی ما دزدها و کلاهبردارها و شیادهایی داریم که جزء صف اول تکنولوژی هستن، طبیعیه که سیستم قضایی ما، سیستم دولتی ما، سیستم حاکمیتی ما باید بتونه جلوتر از اونها باشه تا دست اونها رو بخونه، تا قوانین مناسب وضع کنه، تا بتونه به شکل مناسب جلوی اونها رو بگیره. اما ما همچین سیستمایی نداریم. البته در اکثر کشورهای دنیا این فاصله بین شیادین و قانون و قانونگذار و مجری قانون هست، اما فاصله ما خیلی زیاده. متاسفانه کلاهبردارها و شیادها خیلی بروزتر از سیستم قانون و قانونگذاری و مجریان قانون ما هستن. من خیلی جاها دیدم که عملاً حتی عزیزانی که تصمیم گیر هستن اطلاعات کاملی راجع به تکنولوژی‌های روز ندارن، بیشتر اونها رو تکفیر میکنن، بیشتر از اونها فاصله میگیرن، اونها رو دوست ندارن، بیشتر سعی میکنن محدودشون کنن و خب این همه اینا رو بدتر میکنه و در نهایت آموزش‌های ناکافی در جامعه است. وقتی قانون و قانونگذار و سیستم حاکمیتی ما خودش پیشرو نیست، پس نمیتونه آموزش‌های کافی رو هم در جامعه در سطوح مختلف فراهم کنه تا افراد جامعه آماده مواجه شدن با این شیادها باشن. چیکار کنیم؟ تسلیم شیم، اجازه بدیم که مورد کلاهبرداری قرار بگیریم؟ نه مسلماً. هر کدوم از ما باید دانش شخصی خودمون، مهارت‌های شخصی خودمون رو بروز کنیم، اطرافیانمون، دایره تاثیر خودمون رو کمک کنیم برای اینکه کمتر تحت تاثیر در واقع این کلاهبرداری‌ها و افراد شیاد قرار بگیریم. دوستان بزرگوارم، به جهت اینکه مطلبیه که باید من برم جلو و بعد با سوالهای شما و فرمایش شما همراه شم، اگر احیانا دیدین که من فعلا بی‌توجهی میکنم به کامنت های با ارزش شما، بر من ببخشید. من برای اینکه صحبتم از دست ندم و تمرکزم از دست ندم، فعلا سعی میکنم کامنت های شما رو نخونم، یکم بحث رو ببرم جلو و بعد حتما در خدمت شما هم هستیم برای اینکه از صحبت های با ارزش شما استفاده کنیم. خب پس اینجا ما گفتیم که عملا در شرایط اقتصادی که الان هستیم، در تاریخ و جغرافیایی که الان هستیم، خیلی شرایط مهیاست برای شیادین و کلاهبردارا. ما اول باید آشنا بشیم با یه سری از روش‌هایی که کلاهبردارها استفاده کردن تا الان دادیم. در واقع خطا و سودهایی رو که اونها انجام دادن دیدیم، یه سری آدم‌ها تو دامشون افتادن، زیان دیدن، زندگی‌ها برباد رفته، واقعاً حاصل دسترنج زحمت‌های سالیان سال عمرها بوده که به پای این کلاهبرداری‌ها سوق شده. ما یه کمی با اینها آشنا میشیم، بعد میریم از تو دل اینها فصل مشترک رو پیدا میکنیم اصلا منطق کلاهبردارا و شیادا چجوریه. وقتی این منطق رو پیدا کنیم، عملا برای کلاهبرداری‌های بعدی هم ما رویین‌تن میشیم، میتونیم دستشون رو بخونیم. اگر تکنولوژی جدیدی میاد، اگر روش جدیدی میاد، اگر مدل‌های جدیدی میاد، ما یه قدم از کلاهبردارا جلوتر باشیم. خب از اینجا به بعد من میخوام در مورد روش‌های کلاهبرداری که الان رایجه توی جامعهمون با هم صحبت کنیم. یکی از این روش‌ها کلاهبرداری‌های پیامکیه. ما هممون در مورد پیامک‌هایی که در واقع واقعی نبوده شنیدیم. حالا این پیامک‌ها چجوری کلاه میذارن سر ما؟ روش‌هاشون مختلفه. من یکی دو نمونه میگم. به طور مثال برای من یا شما پیامک میاد و تو این پیامک به ما میگه که شما برنده مثلا جایزه فلان شدی، به این شماره زنگ بزن یا این فلان کار رو انجام بده، این لینک رو بزن تا بتونی جایزت رو دریافت کنی. بعضی وقتا اینقدر این در واقع پیامک ها خوب طراحی شده که واقعا آدم رو تحت تاثیر قرار میده. پیامک برامون میاد میگه که شما یه پرونده قضایی داری، برای اینکه پرونده قضایی تو مشاهده کنی این لینک رو بزن. خب طبیعیه ماها که اهل مثلا شکایت و دادگاه کشی کمتر هستیم، خیلی تجربه نداریم، اصلا یکه میخوریم کی بوده چی بوده، کی از من شکایت کرده، ماجرا چیه، بلافاصله لینک رو میزنیم. بعد لینک رو میزنیم میگه که خب شما ازتون شکایت شده، دارنده موبایل فلان، اگر میخوای پرونده رو ببینی مثلا باید 2000 تومان 10000 تومان، عددم کم میگه، عدد معقول میگه، عددی نمیگه که ما وحشت کنیم، اینو بزنی تا بتونی پرونده رو ببینی.
ما هم انقدر جوگیر شدیم، نگران این هستیم که چی شده، کی از ما شکایت کرده، چرا شکایت کرده، خیلی سریع اون 2 تومن 5 تومن 10 تومن رو وارد میکنیم و بعد میریم میبینیم که سایت باز نمیشه، یا سایت باز میشه یه چیز الکی میاد. ولی 2 تا اتفاق افتاده. اول اینکه ما یه عددی رو پرداخت کردیم به یه آدمی که اون عدد ممکنه 2 10 50 یه عددی باشه و ممکنه همزمان برای مثلا 1 میلیون نفر این رفته باشه، نصفشون این پول رو داده باشن، کلاهبرداره خیلی خوشحال از ما تشکر کنه، مرسی که خیلی با زبون خوش برای من پول ریختین. دوم اینکه ممکنه با اون رمز و پسوردی که ما وارد کردیم و شماره کارتی که دادیم بلافاصله خب بالاخره کلاهبردار دیگه راه و رسمشو بلده حسابمون رو خالی کنه. پس یه دسته از کلاهبرداری ها از جنس کلاهبرداری های پیامکیه. من از اینجا به بعد هر یه دونه موضوعی که حرف میزنم دیگه وای میسم که صحبت های شما رو هم داشته باشم، کامنت های شما میتونه گفتگوی ما رو مفیدتر بکنه. من صحبت ها رو از اینجا به بعد میخونم برای اینکه اگر دوستانی که در واقع دسترسی برای خوندن براشون سخته اونها هم داشته باشن. دوستان فرمودن با این روش در واقع با لینک و با کلاهبرداری پیامکی اطلاعات شخصیمون هم لو میره، انسان ها ذاتاً نسبت به کاری که به اونها لذت میبخشه حریص میشن، متاسفانه موجب کلاهبرداری میشه. دقیقاً همینطوره. بله ممنونم. خب پس در مورد کلاهبرداری پیامکی ما در واقع مدل های مختلفش رو با تنوع مختلف دیدیم و باید حواسمون باشه که اساساً هر پیامکی که به ما میاد لزوماً پیامک قابل اعتمادی نیست. گفتم لزوما، برای اینکه ممکنم هست واقعا از یه مجرای قابل اعتمادی باشه. ما باید از اون منبع، از اون در واقع جایی که برامون اومده و اون ماهیت پیام اطمینان حاصل کنیم تا بتونیم بهش اعتماد کنیم. موضوع بعدی چیزایی مثل ارز دیجیتاله. ارز دیجیتال در چند سال اخیر خب خیلی هیجان ایجاد کرده. یه چیزی مثل بیت کوین یه روزی مثلا حدوداً 12-13 سال پیش به وجود اومده. اون روزا که به وجود اومده کمتر از 1 سنت بوده، ارزشی نداشته. الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم نزدیک $30,000. یه موقعی مثلا 2 سال پیش نزدیک $60,000 هم رفته. بعضیا میلیاردر شدن با ارزهای دیجیتال، بعضیا هم به خاک سیاه نشستن. نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که ما یه چیزهای راست و دروغ قاطی میشنویم و بعد کلاهبردارهای نامحترم سعی میکنن از اون طمع ما، از اون نیاز ما به پول استفاده کنن، طمعمون رو تحریک کنن و به شکل‌های مختلف ما رو در واقع معرض کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال قرار بدیم. اگر ارز دیجیتال و یا هر تکنولوژی دیگه ای رو به اندازه کافی اطلاعات راجع بهش نداریم نزدیکش هم نشیم. یعنی اصلا اگه گفتن براتون از آسمون طلا میباره، از آسمون مرغ طلا میباره، اطلاعات کافی در موردش نداشتین نزدیکش نشین. دلتون میخواد برین اون مرغ تختلا رو ببینین، دوست دارین با نصیب باشین، بله خیلی هم عالیه، چرا تکنولوژی جا بمونین، اما با دانش، اما با مهارت، اما با مربی آگاه، با مربی امین، نه این آدم‌هایی که میان به آدم وعده میدن بیا 2 روز پولدار شو، ثروتمند شو، میلیاردر شو، فلان شو و بعد در نهایت فقط خودشون میلیاردر میشن. در مورد ارزهای دیجیتال ما انواع اقسام کلاهبرداری داشتیم صرافی هایی که افراد میرفتن در واقع داخل اون حساب باز میکردن برای اینکه ارز دیجیتال خرید و فروش کنن، یهو صرافی آش با جاش گم شده، هرچی پول دادن پیشش نبود. داشتیم ارزهای دیجیتالی که خیلی ارز دیجیتال معتبری نبوده، امروز می اومدن به شما میگفتن با خیلی تبلیغات که بیا امروز اینو بخر 1000 تومان، مثلا تا هفته دیگه یا 2 ساعت دیگه یا نمیدونم 2 ماه دیگه این میشه فلان قد تومان. ما میرفتیم همه میخریدیم، بعد اون طرفی که در واقع این تبلیغات پشت سرش بود با خیال راحت وقتی گرون میشد میفروخت، ما میموندیم و در واقع پولی که از دست دادیم. ارزهای دیجیتال به جهت اینکه یک تنوع بسیار وسیع داره خیلی جای دروغ گفتن داره، خیلی جای کلاهبرداری و شیادی داره. من وقتی اولین بارها وارد ماجرای ارزهای دیجیتال شدم و شروع کردم به یاد گرفتن، واقعا احساس میکردم که خب این مثلا خیلی هم اطلاعات نداره، خیلی هم مثلا به حال 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه میشینم یاد میگیرم تموم میشه. اما الان که مثلا از اون موقع 4-5 سال طول کشیده میبینم مثلا این دنیاییه.
امروز میخواستم قبل از اینکه وبینار شروع شه رفتم نگاه کنم ببینم الان چند تا ارز دیجیتال وجود داره. عدده رو باور کنید نمیتونستم بخونم، دیدم نوشته 1.8 ام. بعد هی ضرب و تقسیم کردم، یعنی این میلیونه، یعنی 1,800,000 تا ارز دیجیتال وجود داره. اون خدای من چه جای بهشتی شده برای در واقع کلاهبردارا و شیادها. اینه که عملا اگر بدون دانش کافی وارد عرصه ارز دیجیتال بشیم، رسما از همون اول بگم که باختیم، اصلا بدون هیچ نوع بحثی، بدون هیچ امیدی. مطمئن باشیم اگر بدون علم کافی وارد عرصه هایی مثل ارز دیجیتال بشیم که پر از تنوع، جا برای کلاهبرداری زیاد داره، جا برای اینکه طرف بدون اینکه هیچ ردی از خودش به جا بذاره پول ما رو بخوره داره، اصلا واردش نشیم. تنها ماجرایی که در واقع توش وجود داره اینه که ما با دانش واردش بشیم. من نمیگم ارز دیجیتال سود نداره، حتما داره، خیلی دارن ازش استفاده میکنن، منم خودم سود کردم، ضررم کردم، اما با علم. یعنی من باید یاد بگیرم که از دنیای ارز دیجیتال، از دنیایی که توی تکنولوژی ارز دیجیتال وجود داره، از راهاش، از چاهاش مطلع باشم، آگاهانه واردش بشم تا بتونم ازش استفاده کنم. ما همین ماجرا رو با بورس هم داشتیم. بورس مگه چیز بدیه؟ ابدا. بورس جاییه که تمام کشورهایی که در واقع میخوان پیشرفت کنن به عنوان منبع سرمایه گذاری سالم در نظر میگیرن. اما ما دیدیم تو کشورمون چی شد. ما دیدیم تو کشورمون که یه موقعی بورس ناسالم بزرگ شد، ناسالم تبلیغ شد، ناسالم مورد توجه قرار گرفت. آدم ها بدون اینکه توجه کنن که اصلا نباید کسی خونش رو بفروشه، ماشینش رو بفروشه تو بورس سرمایه گذاری کنه، این کار کردن. یه حباب بزرگ شکل گرفت و اون حباب یه جا ترکید. کی برد؟ اونهایی که تبلیغ زیادی میکردن، پکیج‌های آموزشی میفروختن، اونهایی که روم بالا فروختن، کسایی که بلد بودن. بنابراین یه چیزهایی مثل بورس، ارز دیجیتال، فارکس ماهیتا خوب یا بد نیستن. اینها همه بازار مالی هستند. بازاری هستن که توش خرید و فروش اتفاق میفته، سرمایه گذاری اتفاق میفته. اتفاقا برای کسی که بلده خیلی هم سودآوری میتونه داشته باشه، اما خب ریسک هم داره. اما باید بلد بود، باید دانشش رو کسب کرد، باید اطلاعاتش رو کسب کرد. میریم سراغ قسمت بعدی. من اول فرمایشات شما رو بخونم بعد برم بعدی. دوستمون فرمودن من روزی 12 ساعت کار حلال میکنم، با 55 سال سن ماهی 7,200 میگیرم. کاش از مغزم به جهت کلاهبرداری استفاده میکردم. فرمایشتون کاملا درسته. خانم عمرانیان نازنین، خدا به عمرتون در واقع عزت بده، به لحظاتتون برکت بده. نفرمایید مغز نازنین شما برای کلاهبرداری به درد نمیخوره. مغز نازنین شما میتونه از روش‌های سالم پول بسیار سالم و خیلی بیشتر از این در بیاره. این خواهش میکنم این باور رو از ذهنتون دور کنید که تنها راه پول در آوردن روش‌های کلاهبرداریه. راه ناسالم پول در آوردن کلاهبرداری و شیادیه. نازنین بانویی مثل شما شایسته پول‌های بسیار زیاد و حلال و سالمه. دوست خوبمون فرمودن که ارزهای دیجیتال در قسمت دارک وب قرار داشته و حمایت کلاهبرداری جهانی رو در پی داره. واقعیتش اینه که ارزهای دیجیتال ماجراهای وسیعی داره. اگر که دوست داشته باشین بعداً راجع بهش خیلی صحبت میکنیم، اما به جهت اینکه واقعاً یه دنیای جدیده، حتما باید با چراغ رفت داخل این دنیا، حتما باید با رهرو رفت توش. خواهش میکنم، بزرگواری شماست. حتما باید به شکلی در واقع داخل این فضا و دنیا بشیم که اون فضایی به قول شما دارک وب ذهنمون رو دارک نکرده باشه، ما بتونیم روشن باشیم. حق با شماست، فضای ارزهای دیجیتال یه چیزی فرای این چیزهایی که ما بهش عادت داشتیم. یه پشت پرده هایی داره، یه جلو پرده هایی داره، علم هایی پشت سرش داره، دانش هایی داره، قسمت های تاریک و روشن داره، شفاف و غیر شفاف داره و حتما ما باید با دانش کافی واردش بشیم. موضوع بعدی که در واقع داریم اتفاقهای عجیب و غریبیه که در مورد خرید ملک و خودرو اتفاق میفته. ما تنوع روش‌های کلاهبرداری که داریم متاسفانه اینقدر زیاده که گاهی وقتا آدم احساس میکنه که واقعا باید جایزه خلاقیت بدن به دوستان که چه عرض کنم، آقایون نامحترم کلاهبردار. نمونهش رو عرض کنم.
خودکارهایی وجود داره که این خودکارها در واقع بعد از اینکه می‌نویسن جلوی حرارت که میگیرن نور رو مثلا اون حرارت باعث میشه امضاشون پاک شه، میرن قرارداد میبندن، قراردادی که بستن، بعد مثلا نسخه‌ای که هست و یه کاری میکنن که اون نسخه دست طرف نرسه، یا با اون بنگاه املاکه ساخت و پاخت میکنن 2 تا نسخه پیششون باشه به شکلی که در واقع به ضرر ما و به سود خودشون باشه، در واقع منکر امضای قرارداد میشن. موادی رو تو قرارداد میارن، مفادی رو در واقع تو قرارداد میارن که من و شمایی که از خرید ملک و خودرو خیلی مطلع نیستیم، کارمون این نیست، به وقتش ضرر میکنیم. من کارم خرید ملک و خودرو نیست، اما چون علاقه‌مندم که در مورد اینجور چیزا بدونم، گاهی وقتا که دنبال میکنم میبینم چه نکته‌های ظریفیه. به طور مثلا در مورد خودرو، مثلا من یه جا خوندم که نوشته بودش که وقتی که خودرو رو میخواین تحویل بگیرین حواستون باشه که نگین که اگه اینجوری نوشته بودن که خودرو به شکل موجود رویت شد و تحویل شد، مثلا من خریدار تحویل گرفتم، از اون لحظه که شما امضا میکنید دیگه هر بلایی سر خودرو بیاد دیگه مسئولیتش با شماست و دیگه فروشنده در مقابل اون مسئولیت نداره. شما جمله رو باید به شکل دیگر و شکل مناسب تری بنویسید تا در واقع اگر که شما اینو بردین کارشناسی رنگ و نمیدونم تصادف و اینها، بتونید همچنان مدعی باشید که شما به من گفته بودی که این خودرو مثلا رنگ یا تصادف نداشته. چیزی که مهمه اینه که ما تو هر حیطه‌ای که وارد شدیم باید اطلاعات داشته باشیم. اگر من قرار خودرو بخرم باید برم اطلاعات خودرو کسب کنم. اگه قرار ملک بخرم، ملک اجاره کنم، ارز دیجیتال، سرمایه گذاری، هر کاری که میخوام بکنم، اگر برام سخته، اگه حس میکنم که آقا من اصلا دیگه نمیتونم همه عمرم که حالا بشینم برم همه روش‌های خودرو رو پیدا کنم، همه روش‌های ملک رو پیدا کنم، حق با شما سخته. اینجور موارد ما باید بتونیم پیدا کنیم مشاور امینی که در زمینه مثلا خودرو اطلاعات کامل داره، در مورد خودرو به اندازه کافی میدونه با چه مفادی توی امضا و قرارداد و روش ها میشه کلاهبرداری کرد، میتونه منافع منو حفظ کنه، هزینه داره برای من، میارزه. بهتره که من یه هزینه رو به یه مشاور امین بدم تا اینکه بخوام در واقع کلاهبرداری اتفاق بیفته رو خودرویو بخرم که به کیفیت و به قیمت نیست. جزء چیزایی که باز من اخیراً توی چیزایی که خوندم و شنیدم توی مثلا در واقع گفتگوهایی که داشتیم، مثلا یه چیزی که هست اینه که مثلا طرف ملکو میخواد تحویل بگیره و توی اون در واقع نقل و انتقال مالی به جای اینکه من پول رو به حساب شمای فروشنده بریزم، میگه که ببین مثلا من حسابم پر شده، یا الان بهونه مالیات هم هست، برای مالیات بریز به حساب مادرم. من میریزم به حسابی که ایشون فرموده حساب مالیاته و بعد یهو میبینیم مثلا این طرف اصلا مدعی شد که قراردادی بین ما اتفاق نیفتاده، ملک مثلا گرون شده یا ملک رو به یک کس دیگه ای فروخته، من یه پولی هم دادم و بعد در نهایت به نظرم میرسه که ای بابا قراردادم رو حواس، پولی که دادم رو حواس، چون من پولو به حساب کس دیگه ای دادم و تو قراردادم ننوشتم که من بابت این معامله این پولو به حساب این خانم یا این آقایی که طرف معامله نیست واریز کردم، این میشه ماجرا. بنابراین ازتون خواهش میکنم در مورد خرید ملک، خودرو، سرمایه گذاری، هر جایی وارد شدین که بحث در واقع ارتباط با دیگران، تبادل پول، سرمایه های شما، عمر شما در میانه، حتما آگاهانه وارد بشین. سایت های شرط بندی که ماهیتاً واقعا حالت خوب ندارن، متاسفانه برخی از در واقع ارتباط هایی هم که وجود داره باعث میشه که بعضی از سایت های کلاهبرداری فیلتر نباشن، بعضی از شرط بندی ها باز باشن، بعد این شرط بندی ها مدلاشون هم مختلفه. باز به خاطر اینکه ما الان تحت فشار اقتصادی هستیم، ممکنه که مثلا من تحت این قرار بگیرم که مثلا من اگر 10,000 تومان پرداخت کنم، 20,000 تومان پرداخت کنم، ببخشید من چون پرداخت نکردم نمیدونم عدد و مزنشون چقدره، توی ماجرای شرط بندی دیگه کنجکاوی نداشتم، یعنی اصلا دوستش نداشتم امتحانش کنم برم ببینم چه جوریه. مثلا فرض بفرمایید 100,000 تومان من شرط بندی شرکت میکنم، اگه ببرم مثلا ممکنه 5 میلیون ببرم.
یه بار میبازم، 2 بار میبازم و همیشه خب این امیدو دارم که دفعه بعد شاید برنده بشم. چیزی که اتفاق میفته اینه که همین خورده اتفاقی که میفته باعث میشه که ذهن من معتاد بشه به اینکه شرط بندی انجام بده، عددامو ببرم بالاتر، بیشتر و بیشتر تحت تاثیر و دروغ هایی که در واقع تو این سایت های شرط بندی هستش قرار بگیرم و متاسفانه اعداد جدی این وسط افراد از دست دادن. من معذرت میخوام، با اجازهتون یه آب بخورم بعد. لوتوچی نمیدونم چیه خانم عمرانیان عزیز. خب مرسی از محبت شما. خب وسوسه، مرسی، من فکر کردم اسم یه جایی. ممنونم. امان از ترس، طمع و وسوسه. یعنی ما هر چیزی که در فضای کلاهبرداری، فضای شیادی داریم، در واقع اون هیجان‌های خودمونه که داره این بلا رو سرمون میاره. ما یه جا حرص و طمع داریم، یه جاهایی احساس میکنیم که بقیه مثلا احساس میکردن که در واقع جرأت ندارم، من این جرأت رو دارم انجام بدم. من در واقع این طمع است و هر جا ما کنترل خودمون رو بدیم دست طمع، در واقع متاسفانه راه رو برای کلاهبردارها و شیادها برای سوء استفاده از خودمون باز کردیم. یکی از موضوعاتی که در واقع باعث میشه که از روش‌های کلاهبرداری مختلف برای ما خطرناک باشه، سرقت اطلاعات هویتیه که حالا یا با پیامک یا با ایمیل به شکل‌های مختلف اتفاق میفته. خیلی وقتا ممکنه که مثلا یه ایمیلی برای ما بیاد، بعد مثلا تو اون ایمیلی یه اطلاعات مثلا پیش اومده برای من، مثلا ایمیل دادن که ما فلان سایت پسورد تو باید عوض کنیم، پسورد ایمیل تو بده تا فلان کار انجام بدیم، یا فلان اطلاعات شخصی تو به ما بده تا این کار. اینجور در واقع جاهایی که میخوان اطلاعات هویتی ما رو بگیرن، قدم به قدم اطلاعاتی از ما میگیرن که شاید در مرحله اول برای ما خیلی اهمیتی نداشته باشه. شاید در مرحله اول به نظر من بیادش که حالا اگر یک کسی مثلا چه میدونم شهر محل تولد منو بدونه، ایمیل منو بدونه، حالا چی کار داره؟ هنر کلاهبردارها و در واقع ناهنری و بدجنسیشون در اینه که اینها رو میذارن کنار هم و از کنار هم قرار دادن اینها در واقع میتونن راه نفوذ به من رو باز کنن. مثل اینکه از یه بچه‌ای اطلاعاتی راجع به خونش بگیرن و بعد با اطلاعاتی که میگیرن، مامانت کی میاد، بابات کی میاد، کی میرین، کی میاد، کم کم راه نفوذ به خونه و دزدی رو فراهم کنن. از راه‌های دیگه‌ای که در واقع توی کلاهبرداری استفاده میشه فیشینگ. فیشینگ یعنی درگاه پرداخت جعلی. یعنی چی؟ یعنی مثلا من توی مثلا اینستاگرام، توی فیسبوک، توی تلگرام، توی ایتا میتا، هر جا توی سایتی یه وسیله میبینم به نظرم میرسه جالبه، معمولا هم اینجاها قیمت رو خیلی جالب میذارن. مثلا اگر همه جا این لیوان رو میفروختن مثلا 1000 تومان، اینجا میذاره مثلا 500 تومان که من ترغیب شم، دلم بخواد سریع بخوام تصمیم بگیرم بخرم. بعد میزنم برای اینکه مثلا اون لیوانو بخرم. وقتی خواستم بخرم اطلاعات بانکیمو باید بدم دیگه. اون درگاه بانک نیست، درگاه تقلبی بانکه. بلافاصله اطلاعات منو به جای اینکه به بانک بفرسته، میفرسته به در واقع سایت آقایون کلاهبردار و اونها دسترسی به حساب من باز میکنن و متاسفانه میتونن خیلی سریع حساب ما رو خالی کنن. این نمونه این رو ما با شکل‌های مختلف داریم. مثلا میگن که اینجا شما برای اینکه سهام عدالتتون اگه جا افتادین بگیرین، اینجا برین مثلا 5000 تومان وارد کنید. اون 5000 تومان اصلا مربوط به سهام عدالت نیست، مربوط به دست اون سایت تقلبی، فیشینگ تقلبیه که اونا ساختن. بنابراین ما قشنگ باید ذهنیتمون آماده باشه که همونطور که دوستمون گفت بدونیم کلاهبردارا هوش و استعداد بالایی دارن معمولا، پس ما باید باهوش‌تر از اون عمل کنیم، آگاهانه تر از اون عمل کنیم. یه مدل دیگه فروشگاه‌های اینترنتی تقلبیه. ما یه چیزی رو توی اینترنت می‌بینیم، حالا هر جای اینترنت، تلگرام، اینستاگرام، توی شبکه‌های داخلی، شبکه‌های خارجی، هر جا اصلا فرقی نمی‌کنه. یه چیزی رو میگه میفروشه، ما از قیافه و تبلیغش خوشمون میاد، پول رو پرداخت میکنیم. بعد از اینکه پول رو دادیم دیگه نه از در واقع تماسشون خبریه، نه از کالا خبریه، نه جواب ما رو میدن، هیچی، تموم میشه، گم میشه. دوستمون فرمودن که روش در واقع فیشینگ یا
پرداخت جعلی درگاه برای ایشون پیش اومده، متاسفانه حسابشون رو خالی کردن. اسکیمر یکی دیگه از من مخصوصا اینا رو با اسم نوشتم، فیشینگ، اسکیمر، اینها، برای اینکه ما اینها رو به عنوان آدم‌هایی که داریم در این عصر زندگی می‌کنیم اسمش رو باید بدونیم. اینا جزء سواد ماست، ما باید اینا رو بدونیم. نمیخواستم کلمه قلمبه سلمبه در واقع گفته باشم و شما رو معذب کنم که این اسمش چیه. میخواستم آشنا بشین، اسمتون شنیده باشه، این رو بدونید که اگر درگاهی رو درست میکنن، صفحه‌ای رو درست میکنن که عین صفحه بانکه و من فکر میکنم این صفحه بانکه در حالی که این صفحه جعلیه، به این کار میگن فیشینگ، یعنی دزدیدن اطلاعات، محیط واقعی رو برای ما شبیه سازی میکنن. من میرم داخلش به خیال و اعتماد این که در واقع میخوام ازشون استفاده کنم برای اینکه پرداختی انجام بدم، در حالی که این تقلبی بوده. موضوع بعدی که گفتیم فروشگاه‌های اینترنتی هستند که ما خریدی انجام میدیم، خریدی که انجام میدیم اون طرفش طرف شیاده، پول منو میگیره، کلا گم میشه دیگه، نه تلفن منو جواب میده، نه کالا رو برای من میفرسته. این اتفاق توی جاهای حتی مثل دیوارم میافته. طرف مثلا بهتون میگه فلان کالا رو داره، اینو واریز کن تا من برات بفرستم. ما واریز میکنیم، اصلا کلا یارو آش به جاش گم میشه. بنابراین این هم جزء یکی از روش‌هاییه که باید مراقبش باشیم. مورد بعدی که اشاره کردیم اسکیمر. اسکیمر یه دستگاهایی هست که از کارت بانکمون در واقع کپی برمیداره. شما مثلا یه معمولا مغازه‌دارا جرئت نمیکنن این کارو بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما یادتون باشه که مثلا اینو حسابتون رو کجا در واقع پرداخت داشتیم، خب راه حل قانونی سریعتری داریم، پیگیری قانونیتون سریعتر. ولی به خصوص دستفروش‌ها، به خصوص کسایی که جا و مکان خاصی ندارن، خیلی سریع میتونن که در واقع این اتفاق انجام شه. شما دارین با اتومبیل رد میشین، میبینین یه جا مثلا هندو 10,000 تومان، اینجا میده 5,000 تومان، خوشحال میشین، وای میسین 1 کیلو هندونه، هم 1 کیلو که نداریم، حالا 10 کیلو هندونه هم بخرین. کارتتون رو که میدین، یارو خیلی سریع 1 دقیقه میکشه روی اون دستگاه کارت بانکی شما رو کپی میکنه. شما هم که رمزشو بهش دادین دیگه، خیلی ممنون ازتون. شما که تشریف بردین، آقای کلاهبردار میمونه و کپی کارت بانکی شما، رمزتون هم که داره. دوستمون اشاره کردن، گفتن برخی از فروشگاه‌ها که داره این نماد تاریخ گذشته هستن هم همینطوره. برخی از فروشگاه‌های اینترنتی همونطور که دوستمون اشاره کردن به خوبی عکس نماد رو میذارن، نماد الکترونیک که توی سایت‌های فروشگاه اینترنتی هست، اما اگه روش کلیک کنید هیچ اتفاقی نمیفته. یه عکس الکی که هر کسی میتونه تو سایتش بذاره. دوستمون گفتن که اسلاید قبلی رو نشون بدم. چشم، اینم اسلاید قبلی تا من دارم فرمایش خانم عمرانیان میخونم. دوستان فرمودن خواهش میکنم در مورد شرکتایی که کارشناس فروش یا بازاریاب استخدام میکنن در آگهی استخدام مینویسن حقوق ثابت 15 میلیون پورسانت فروش، وقتی مراجعه میکنین میفرماین که تارگت فروش 30 میلیون باشه 15 میلیون حقوق میگیرین. پرسیدیم اگه کمتر بشه میگن هیچی. اینکه اون 15 حقوق ثابت هم از بین میره صحبت کنیم. دوست خوب بزرگوارم، متاسفانه با همون صحبتی که ابتدا کردیم، به جهت شرایطی که کشور ما داره و به جهت فشارهای اقتصادی که روی ما هست، روش‌های مختلف کلاهبرداری هست. الان مثلا شرکتی هستش که میاد همونطور که شما فرمودین یه جور آگهی استخدام میزنه که آدم واقعا به نظرش میرسه چقدر ایدئاله، من میرم اونجا 15 تومن ثابت میده، پورسانت فروش هم میده. بعد که میرم حضوری حالا میگه که نه دیگه، اگه به 30 میلیون رسیدی اون 15 میلیون رو میدم و بعد از اون به شرطها و شروطها. خب این خوبیش میدونین چیه؟ حداقل اینه که اونجا که من رفتم دیگه به این نتیجه میرسم که آقا این کلاهبرداری و وارد همکاری نمیشم. یه قدم بدتر از اینا اونایی که میگن نه، حالا اگر شما میخواین این کارو بکنید باید مثلا بیاین 3 میلیون تومان کلاس آموزشی هم ببینید. این کلاس آموزشی رو اگه گذروندین، اگه این کارو کردین، اگه اون کارو کردین، اگه اینجوری اگه اونجوری، اون وقت استخدامتون. بعدم خب معمولا شما این کارو اون کارو نمیکنید. بنابراین ما باید در واقع در مقابل این روش‌های شیادانه، روش‌های ناصادقانه، ناراستانه آگاه باشیم. جلوتر میگیم یکی از در واقع مواردی که جزء فصل مشترک روش‌های کلاهبرداریه اینه که یه وعده‌ای به ما میدن که زیادی خوبه. وعده زیادی خوب بو میده.
وعده زیادی خوب یه در واقع ماجرایی توش هست. پس اگر چیزی زیادی خوب بود بهش مشکوک شی. اما اینی که فرمودین که در مورد در واقع این که در واقع دغدغه همه ما شرایط اقتصادی بده، حتما همینطوره، اما راههایی هست که ما اول با کلاهبردارا تکلیفمون رو معلوم کنیم، با شیادا تکلیفمون رو معلوم کنیم، بعد میریم سراغ این که خب اصلا آقا من میخوام پول در بیارم، پول سالم و حلال، پول پاک میخوام در بیارم، نمیخوام تو دام هیچ کلاهبرداری بیفتم، چجوری این کار بکنم؟ به این سوال تو وبینار بعدی جواب میدیم. اما الان اجازه بدین اول روش‌های کلاهبرداری رو با هم دیگه، روش‌های شیادا رو با هم دیگه بشناسیم، چون اگر اینا رو نشناسیم به خاطر اینکه میخوایم پول در بیاریم، خطر اینکه بیفتیم تو دام کلاهبردارا خیلی زیاده. دوستمون فرمودن متاسفانه زیرساخت‌های فناوری در کشور ما ضعیف، روز به روز هم سیستم‌های بانکی اداری ما داره رو به اینترنتی میره. بله متاسفانه ما در ماجراهای این چنینی خیلی ضعف داریم. نتورک مارکتینگ هرمی گلدکوست، آره حتما الان بریم جلوتر، حتما به نتورک مارکتینگ میرسیم. یکی از روش‌های کلاهی در سطح وسیع تماس‌های تلفنی. آره اینم خیلی چیزه، اینو ننوشتم، بذارین در موردش حرفم بزنیم اینجا چون یادمون میره. یکی از چیزهایی که در واقع دوستمون اشاره کردن و خیلی اشاره دقیقیه، سوء استفاده کردن از عواطف انسانی افراد دیگه است. زنگ میزنن تلفنی به ما میگن که ما از خیریه فلان هستیم و معمولا هم خیلی سفت و سخت ادعا دارن که مجوز دارن و کارشون قانونی دارن انجام میدن و خب من پشت تلفن چجوری قانون و مقررات و نمیدونم مجوز رو چک کنم و متاسفانه حتی ممکنه قانونی هم باشن ولی شیطنت کنم. من دیگه به بقیه چیزاشون که نمیتونم نظارت داشته باشم. با استفاده از عواطف انسانی ما بعضا یه چیزهایی میگن که آدم اصلا همونجا گریهش میگیره. نمیدونم 10 تا بچه شیرخوار داریم، شیرخوش ندارن بخورن، غذا ندارن، نمیدونم یه چیزایی میگن آدم فقط حاضر هر چیزی که تو جیبش رو تقدیم کنه، خدای نکرده برای اون بچه یا برای اون در واقع افرادی که دارن توضیح میدن مشکلی پیش نیاد. بنابراین این تماس‌های تلفنی به قول شما یا کسایی که توی پمپ بنزینا و جاهای مختلف مراجعه میکنن برای کارهای خیر یا هر ارگان و هر جای دیگه که ازشون مطمئن نیستین، به هیچ عنوان وارد در واقع بازی احساسی اونها نشین. حتما شما افراد شریفی هستین و دوست دارین به هم نوعای خودتون کمک کنین. متاسفانه انقدر اطراف ما هستن افرادی که کمک نیاز دارن که ما همون بودجه‌ای که برای کمک داریم و میتونیم به دست اونها برسونیم از طریق مراجع و از طریق افراد و کسانی که مطمئنیم بهشون. حتما از طریق افرادی کمک‌های خیر خودتون رو به دست کسایی بسپارید و در واقع انجامش بدین که میشناسینشون. خیلی به اسم مؤسسات، حتی مؤسساتی که بعضا ممکنه تبلیغات خیلی گسترده‌ای هم داشته باشن، اعتماد نکنید. اما در همین راستا، من اینو توی اسلایدام نداشتم چون دوستمون اشاره کردن، من یه سبک دیگه از کلاهبرداری که در واقع متاسفانه باز رایجه رو یادم اومده بگم. یکی دیگه از روش‌های کلاهبرداری سوء استفاده از حیوان دوستی ماست. خب خیلی از ما همون اندازه که به انسان‌ها علاقه‌مندیم، حیوانات رو هم موجودات نازنینی می‌دونیم و ناراحت میشیم. بعد یه سری آدم‌های شیادی وجود دارن که از این احساس انسانی هم با سوء استفاده میکنن. میره یک بچه گربه لتوپا رو میاره، میذاره عکسش رو توی مثلا اینستاگرام، بعد به ما میگه که آهای من اینو پیدا کردم، 6 نفر داشتن میکشتنشون، من نجاتش دادم، سوپرمن بودم، 10 میلیون تومان هزینه عملشه، همه مردم بیاین کمک کنین، مردم هم کمک میکنن و خب این بیچاره گربه رو به امان خدا ول میکنه. و متاسفانه این نوع شیطنت ها هم داریم. بنابراین یکی از درگاه‌های ورود برای کلاهبرداری عواطف با ارزش انسانی شماست، حالا به هر دلیل و بهانه‌ای. حواسمون باشه. من به هیچ عنوان نمیخوام بگم که ما اون عواطف با ارزش انسانی رو کنار بگذاریم و خدایی نکرده تبدیل به آدم‌های سنگدلی بشیم، به هیچ عنوان. فقط خواهش میکنم که حتما هر کجا خواستین ریالی خرج کنین آگاهانه باشه، اون طرف رو بشناسین، خیالتون راحت باشه، نذارید احساس شما مورد سوء استفاده دیگران قرار بگیره و با سوء استفاده از احساس شما خدای نکرده شیادی اتفاق بیفته.
یکی دیگه از چیزهایی که در واقع وجود داره رسید جعلی بانکه. یه اپلیکیشنی وجود داره آسون شما میتونید مشابه رسید بانکی رو توش جعل کنید. شما که اهل این کار نیستین، آدمای شیاد این کارو بکنن. بعد اگر شما در واقع براتون یه رسیدی فرستادن که اون رسید جعلی بود، شما به اتکای اون میخواین جنسی رو تحویلش بدین، کاری رو براش انجام بدین، خب کلاهبرداری شده براتون دیگه. بنابراین اگر که پول قراره به حساب شما پرداخت شه، از جعلی نبودن رسید هم اطمینان حاصل کنید. به سادگی هرچه تمامتر یه بچه 10 ساله هم میتونه رسید جعلی بانک درست کنه. موضوع بعدی سرقت اطلاعات با ویروس ها و انواع اقسام آگهی هاست. سرقت اطلاعات یکی از جاهاییه که ما به شکل‌های مختلف در واقع در معرضشیم. میریم یه سایتی، من اینو مثال عینی بزنم، من یه دختر 10 ساله دارم، با دوستای خودش، این در واقع ماجرای کرونا باعث شده دیگه اینترنت دست بچه‌ها خیلی باز باشه دیگه، یه چیزی شرکت میکردن به نام چالش. بعد تو این چالشه که بازی بود و بچه بازی بود، اینجوری بودش که میپرسیدن که بگو دوستت مثلا چه غذایی دوست داره. بعد اینو میفرستادن، اگه دوستش درست گفته بود که اونم قرمه سبزی دوست داشت، بهش جایزه میداد. همینجوری این چالشه میرفت جلو. شوخی این چالش داشت کل کس و کار و همه آب و اجداد همه این بچه‌ها رو در می آورد. بچه‌ها بچه بودن، متوجه این نبودن که این بازی چقدر قشنگ داره برای اون کسی که پشت این چالش هاست اطلاعات جمع میکنه و خدای ناکرده به وقتش بتونه از اینها سوء استفاده کنه. دوستمون فرمودن شوربختانه یکی از روش‌های دیگه کلاهبرداری که از طریق شبکه‌های ماهواری در حال گسترشه، سایت‌های شرط‌بندی اخیراً چیزی شبیه به ارمغان بسیسیه. بله دقیقاً همونطور که می‌فرمایید و متاسفانه در جامعه سرخورده و غمگین و در فشار اقتصادی ما آدم‌ها احساس می‌کنن شاید این جواب داد و همین باعث میشه که متاسفانه اتفاقای خیلی بدی برای هموطنای عزیزمون بیفته. کاملا درست میفرمایید. دوستمونم فرمودن کلاهبرداری استفاده از سوء استفاده نقاط ضعف دیگران به هدف خودشون برسن. همینطوره. خانم شوق علی فرمودن چجوری؟ من فکر کنم در مورد رسید جعلی فرمودین. رسید جعلی اپلیکیشن داره، حالا بعدا من به عنوان آموزش در واقع کلاهبرداری خدمتتون در واقع نبینید اینو، برای اینکه آشنا بشین باهاش. اگر که اپلیکیشن رسید جعلی بانک رو سرچ کنین بهتون 2 تا اپلیکیشن میده، فارسی خیلی شیک و مجلسی، بهتون میگه که مثلا چه حسابی به چه حسابی با چه مبلغی براتون رسید رو درست میکنه. شما خیلی راحت میتونید مثلا اون رو برای فرد دیگه بفرستین. دوستان فرمودن یکی از راههای جلوگیری از اینکه مورد کلاهبرداری قرار نگیریم بالا بردن هوش هیجانی. 100% درست میفرمایید. دوستمون فرمودن متاسفانه تبلیغات جای خودش رو با تبلیغ کلاهبرداران عوض کرده. فرمایش شما درسته، اما ما در واقع آدم‌های عصر جدیدیم. آدم‌های عصر جدید فرافکنی رو مفید نمیدونن. آدم‌هایی که الان در واقع موفق هستن نگاه میکنن ببینن خب اونا اینجوری هستن، من چی کار میتونم بکنم تا در دام اینا نیفتم، من چطور میتونم در واقع پول سالم در بیارم و من چجوری مسیر سالم زندگی رو پیش ببرم. این که فرمودین جعلی بودنشو چجوری تشخیص بدیم، حتما استعلام از بانکتون بگیرین، مثلا اس ام اس تون فعال باشه اون پول بیاد به حسابتون تا تشخیص بدین. روی حساب جعلی اونها فقط کار نکنید. اگر اینترنت بانک دارین، اگر اس ام اس دارین، به شکل خودتون تایید دریافت به حسابتون رو دریافت کنید. دوستان فرمودن تبلیغات کلیکی در حال حاضر کاملا تبلیغات کلاهبرداری شده. بله متاسفانه ما انواع اقسام روش‌های مختلفی داریم برای اینکه از همه ابزارها و تکنولوژی‌های روز سوء استفاده کنیم. راه دیگه نداره. ببینین شاید اگر که دقت کنیم به اینکه تفاوت ریزی که بین رسید واقعی و رسید جعلی هست چیه، بتونیم تشخیص بدیم. اما به نظر من درجه اطمینانش کمه، چون اونهایی که تقلب کارن و میخوان مشابه یه چیزی رو درست کنن، خب مخصوصا توی حیطه کار کامپیوتری تقلب کردن خیلی راحته دیگه. امروز اگه من یه تفاوتی رو کشف کردم و فردا میفهمه اون تقلبرم از بین میبره و خیلی راحت و سریع در واقع عینش رو درست میکنه. به نظرم بهترین کارش اینه که در واقع تمام دقت خودتون رو تو جزئیات داشته باشین. من اگر باشم تا وقتی که حساب رو
چک نکرده باشم شخصا که به حسابم اومده، هنوز اون درجه اطمینان بالا رو ندارم. فرمودن دوستمون که من خودم با کلیک روی یه لینک حسابم خالی شد. متاسفم، خیلی متاسفم، واقعا اتفاق تلخیه، واقعا حس بدی. آدم به هر حال بر پولی که زحمت کشیده رو به این راحتی از دست بده. امیدوارم که برای هیچ کسی و برای شما پیش نیاد، 1000 برابرش هم براتون به سلامت پول پاک بیاد. خب بریم سراغ روش‌های دیگه. یه روشی هست به نام کلاهبرداری نیجریه‌ای. این اسمش چون به شکل بین المللی معروفه، با همون در واقع اسم و ادبیات من در مورد صحبت میکنم. مدل این اینجوریه که یه ایمیلی به شما میزنن، بعد میگن که مثلا من عموم نمیدونم ثروتمند بوده، بعد ارثش به من رسیده، بعد من این پوله رو نمیتونم خرجش بکنم، باید به حساب یکی دیگه واریز شه، من میخوام اینو قصد خیر کنم، تو ایران مدرسه بسازم، نمیدونم با آدمای خوب کمک کنم، بعد فهمیدم شما خیلی آدم خوبی هستین، میخوام به حساب شما بریزم. یه همچین بازی و قصه ای رو درست میکنه برای اینکه ما متقاعد بشیم یه شماره کارتی بده، یه شماره کارتی بدیم، و بعد عملا این وسط میخوام پولشویی انجام بدن. یه سری کلاهبرداریایی که وقتی شروع میکنیم توش درگیرش میشیم. مشابه اینو ما حالا از ورژن ایرانیش SMS هایی داریم که SMS میزنه من غلام علی هستم، نمیدونم فلان جا کارگر بودم، داشتم زمین میکندم، یه سکه یه چیز گنج سکه پیدا کردم، بیا با هم دیگه این گنج رو تقسیم کنیم. مشابه این اتفاقها زیاد میفته. حالا قصهش رو عوض میکنن. یه جا قصهش اینه که از نمیدونم یه کشور خارجی میخوان به ما یه خیری برسونن، یه جا یه کسی از توی زمین یه گنجی پیدا کرده میخواد به ما یه خیری. ته این قصه ما یه سوال ساده داریم: من یه مریض یارو، پول نمیخواد، برای چی باید پولشو به ما بده؟ بنابراین انواع اقسام قصه های اینجوری هیجان انگیز که داره نقطه طمع ما رو تحت تاثیر قرار میده تا ما طمع کاریمون بیاد بالا و منطقمون رو تحت تاثیر قرار بده، جای خطرناکیه. باید حواسمون باشه. هر جا که دیدیم طرف داره پیشنهادی به من میده که عملاً منطقی نیست، چرا باید این کار رو انجام بده؟ چرا باید اون گنجی که پیدا کرده با منی که توی مثلا SMS آشنا شده یا آشنا نشده، شانسی برام SMS زده، تقسیم کنه؟ این اون جاهاییه که ما دقیقاً باید حواسمون باشه به این که موضوع ساده ای نیست. موضوع کلاهبرداریه. موضوع بعدی برداشت غیر مجاز از حساب با رسید خودپردازه. یکی از چیزهایی که بانک‌ها خیلی تاکید دارن اینی که اگر که تشریف بردین توی دستگاه‌های ATM و رسیدهای خودپرداز رو دریافت کردین، حتما یا اونو با خودتون ببرین یا کاملا نابودشون کنید. راستش من بلد نیستم چجوری کلاهبردارا و شیادا از این سوء استفاده میکنن، اما اینطوری که بانک‌ها روش بارها تاکید کردن، با اون رسیدهای خودپرداز و اطلاعاتی که روی اون هست، اونا میتونن دسترسی به حساب ما داشته باشن. بنابراین هر وقت تشریف میبرین ATM پولی رو میگیرین، حتما حالا احتمالا اون شماره ها و چیزایی که روش درج میکنن یه راه نفوذی بهشون میده، اون رسیدهایی که خودپرداز بهتون میده رو نیست و نابودش کنین، همونجا رهاش نکنید کنار خودپرداز و آقای شیادم میاد و با خیال راحت در واقع سوء استفادهش رو بکنه. دوستمون فرمودن در مورد کلاهبرداری نیجریه‌ای، زمانی که کلاهبردار نتوانست تومه رو قانع کنه، شماره تماس حتی آدرس ملاقات در کشوری دیگر میده تا بدین طریق بتونه فرد رو قانع کنه. کاملا حق با شماست دیگه. اینا قدم به قدم با ما پیش میان تا اینکه ببینن کجا ما رو میتونن متقاعد کنن و کجا ما دم تله میدیم. دوستمون فرمودن چون از روی رسیدها میتونن شماره حساب، شماره کارت و شماره شبا رو دریافت کنن. ممنونم ازتون. موضوع بعدی خالی کردن حساب‌ها به بهانه قرعه کشیه. اینو متاسفانه زیاد شنیدیم که مثلا بهمون قرعه کشی میگن برنده شدی تو فلان بانک، صدا و سیما، فلان موضوع، و برای اینکه این قرعه کشی رو بتونی دریافت کنی این لینک رو بزن، این اطلاعات رو بگیر و مثلا فلان قدر جایزه به شما میدیم. و متاسفانه زدن لینک یا دادن اطلاعات یا دادن پول همان و دست دادن پول و سرمایه‌مون هم همون.
سایت‌های شرط بندی و مسابقات که متاسفانه به تنوع داره زیاد میشه. یعنی ما الان به غیر از شرط بندی‌های مختلفی که قبلا داشتیم، روز به روز داریم شرط بندی‌های متنوع‌تری رو هم تجربه می‌کنیم. قبلا حالا در حد تجربه من شرط بندی‌های راجع به فوتبال و نمیدونم چیزای اینچنینی زیاد بود و اعداد خیلی جدی جابجا میشد. الان من این شرط بندی‌هایی رو می‌بینم که دیگه اصلا خیلی فجیعه. یعنی خود بخش شرط بندی و این نوع در واقع ژانر از کلاهبرداری خودش یه ماجرای خیلی طولانی و جدی داره. موضوع بعدی جعل اسناده. یکی از اتفاقهایی که برای خیلی از ما میفته اینه که ما در سایت‌های اینترنتی به تناسب حالا اون سایتی که بوده ممکنه که در واقع مثلا کارت ملیمون رو بدیم، تصویر کارت بانکیمون رو بدیم، عکسمون رو بدیم، اطلاعاتی از خودمون بدیم و اینها بعد با اون اطلاعات جعل اسناد انجام میدن و این خب خودش بعدا میتونه برای ما تبعات بدی داشته باشه. دوستمون فرمودن دزدها با رسید وارد منزل میشن و رسید شما رو داخل منزل رها میکنن. بعد از اینکه صاحب خانه اون رو مییابد، پلیس در پی شما میاد تا شما بخواید ثابت کنید دچار دردسر میشین. علی آبادی، من خیلی دقیق فرمایش شما رو متوجه نشدم. تازه فهمیدم. ببینید این چیزی که فهمیدم درسته یا نه. یعنی یه دزدی میره دزدی و وقتی که رفته دزدی رسید پول منه که از بانک پول گرفته بودم و با خودش میبره اونجا جا میذاره. به عنوان سرنخ پلیس پیدا میکنه، فکر میکنه من جزء دزدا بودم. تا من ثابت کنم که آقا این رسید پول من بوده و من دزد نبودم، ماجرا داره. درست فهمیدم؟ خانم علی آبادی اگر که برداشت من از فرمایشتون تایید بفرمایید یا اینکه بسیار یا این ماجرای دزداسی انقدر خلاقیت دارن که واقعا ما به شکل پیوسته باید همیشه در مراقبت از اطلاعات و چیزهایی باشیم که اطرافمون هست. یکی دیگه از روش‌های کلاهبرداری پکیج‌های آموزشیه. برای من به عنوان آدمی که 20 سال کارم آموزشیه خیلی شرم‌آوره که به این موضوع در واقع اذعان کنم، اما خب هست دیگه. این ربطی به من و همکارانی که سالم دارن کار میکنن که نداره. یکی از روش‌های کلاهبرداری در حال حاضر و در چند سال اخیر در کشور ما پکیج‌های آموزشیه. طرف میره مثلا یه چیزی رو یاد میگیره و بعد شروع میکنه رو با آب و تاب آموزش میده. بعضن پیش اومده که من دیدم کسی که یک پکیج آموزشی گرون هم داره در واقع آموزش میده و کلی هم تبلیغات کرده و کلی هم جذابیت ایجاد کرده، مثلا از سطحی ترین سطح اطلاعات هم برخوردار نیست و آموزشاشو با عددهای بالا و جذاب میفروشه. نمیدونم 10,000 نفر هم پکیجش رو میخرن، بعد یهو نیست و نابود میشه. در راستای در واقع این نوع پکیج فروشی های بی پایه و اساس و خالی از آموزش، ما مثلا توی دوره زمان بورس خیلی از افراد رو دیدیم که این افراد مثلا استاد بورس شدن، تبلیغات بسیار وسیع، پکیج های خیلی در واقع گران قیمت و مفصلی رو تولید کردن. بعد مثلا کد بورسشون رو که میدادن میدیم مثلا این 4 ماه نیستش بیشتر تو بورسه، 2 ماه نیست بیشتر تو بورسه. بعد همچین ادعا و همچین مثلا ماجراهایی که واقعا آدم باورش نمیشه. به همین ترتیب ماجراهای موفقیت، ادعاهای علمی و غیر علمی قاطی، مسائلی که بیشتر خرافات قاطی مسائل موفقیت کردن و مسائل مختلفی که خودتون بهتر از من میدونید، متاسفانه یکی دیگه از روش‌های کلاهبرداری بوده. پکیج ثروت با ترید ساعتی $1000 در بیار، این اسم پکیج نمیشناسندش، ولی خب به هر حال واقعیتش اینه که وقتی یه وعده واقعی نباشه و حتی بزرگترین تریدرهای دنیا نتونن یه همچین وعده‌ای رو با اطمینان بگن، خب پس این میشه کلاهبرداری دیگه، تعارف که نداریم. روش دیگری از کلاهبرداری دوستامون فرمودن از طریق ایمیل و پیامک پرداخت مثلا 4 میلیون جایزه رمز ارز بیبی دوج در قبال ثبت نام. پس از ثبت نام درخواست پرداخت دلاری میکنه، سپس اعطای جایزه. یعنی اساسا هر جایی که همونطور که دوستمون اشاره فرمودن ماجرایی پیش اومد که منجر به این شدش که یه چیزی رو کلیک کن، یه پولی رو بده، این کارو بکن، از همونجا ما بعد عقب نشینی کنیم، بگیم قربان شما، جایزتون مال خودتون، شما برای چی در راه رضای خدا میخوای به من جایزه بدی؟ من جایزتون نمیخوام، مال خودت.
دوستان فرمودن خیلی وقتا هم آموزش‌های دیگران رو بدون اجازه استفاده میکنن که حاصل تلاش چندین ساله فرده که اون هم دزدی محسوب میشه. کاملا فرمایش شما درسته. الان مثلا توی پکیج‌ها گاهی وقتا پیش اومده، من به هر حال کارم آموزشه و همیشه دارم در واقع موضوعات آموزشی رو دنبال میکنم. یه وقتایی میبینم که یه دوست جوانی که هنوز سن و سالش به تجربه یه موضوعاتی نرسیده یه چیزی رو مثلا درس میده و خیلی هم ادعا داره روش. بعد که مثلا میرم ببینم چی میگه، 4 تا فایلش رو ببینم چه جوریه، یا میبینم که یه کپی از یک استاد با تجربه است که متاسفانه هیچ فهم عمیقی این دوست جوان من در موردش نداره و فقط یه کپی ضعیف از اون رو داره ارائه میده. ولی خب بعضا انقدر تبلیغات گسترده و قوی انجام میدن که خب یه عالم مشتری هم پیدا میکنن دیگه. همین دوره که میفهمید. خب بازاریابی شبکه‌ای، امان از بازاریابی شبکه‌ای و هرمی و پانزی که واقعا افراد بسیار زیادی رو درگیر خودش کرده. بازاریابی شبکه‌ای مفهوم کلیش مفهوم قشنگیه. مفهوم کلی اینه که به شما میگن که اگر که شما مثلا یه محصول یا یه خدماتی رو به 2 نفر 3 نفر یا چند نفر دیگه معرفی کنی، اونا هم به چند نفر دیگه، مثلا این اتفاق در واقع میتونه یه بازاریابی خوبی باشه. ماهیتش ماهیت بدی نیست. از اون جایی بد میشه که ماجرا فقط میره تو حد این که من بخوام مثل گلدکوست شما رو متقاعد کنم که شما به زور بیا مثلا اینقدر پول بده تا وارد شبکه بشی، خواهر و برادر و اینا رو بیارم زیر مجموعه خودم کنم. حالا من زبون داشتم، روابط عمومی داشتم، ارتباطات داشتم، میتونم این کار رو بکنم، 2000 پول در میارم ازش. ولی خواهر من، برادر من، دوست من آدمی نیستش که بخواد دیگران رو در واقع تحت تاثیر قرار، اون فقط پولش رو از دست میده. توی بازاریابی شبکه‌ای فقط اون سرای هرم هستن که سود میکنن. سایر افرادی که این زیر مجموعه قرار میگیرن همه در واقع پول میدن تا یه عده‌ای استفاده کنن. متاسفانه شرکت‌های بازاریابی هرمی با عناوین مختلف، با شکل‌های مختلف توی کشور ما هم وجود دارن. بعضی از اونها مجوز دارن، بسیاری از اونها مجوز ندارن. حتی برخی از اونها که مجوز دارن هم متاسفانه حالا با حمایت‌های خاصی یا هر چیزی کارهایی انجام میدن که منافع بسیاری از افراد رو در خطر میندازه. من نمیخوام از شرکت‌های خاصی حرف بزنم چون به هر حال این مسئولیت قانونی میاره و من نه حوصله دادگاه کشی دارم و نه ادله کافی دادگاه پسند دارم. اما همه شما میدونید و دیدید که بسیاری از موارد وقتی که چیزهایی رو به شکل هرمی میفروشن، کیفیت، خدمات و اون اتفاقهایی که باید در قبال فروش و در قبال پول باشه خیلی اتفاق نمیفته. بیشتر هدف اون زیر مجموعه گرفتن و پر کردن جیب سران بالای شبکه است. یکی دیگه از روش‌های کلاهبرداری روش‌های جدید درآمدزاییه. یعنی چی؟ روش‌های جدید درآمدزایی اینه که هر چند وقت یه بار یه سری روش درآمدزایی مد میشه، بعد یه سری آدم زرنگ میان اینا رو، زرنگ نه، از واژه زرنگ استفاده نکنیم، اینا آدمای بدجنسن. این اشتباه که بگیم، منم به اشتباه در واقع گفتم، بگم زرنگ انگار بار مثبت نشون داد. این آدمای بدجنسن، آدمای شیادن، خودشون زرنگن وگرنه پولشون واقعا سالمیه. بدجنس از روش‌های جدید درآمدزایی در واقع استفاده میکنن. مثل چی؟ مثل این که الان یه روشی وجود داره که شما میتونید بدون اینکه کالا داشته باشین مثلا از کشورهای خارجی کالا وارد کنین و اینجا بفروشید. خب این اسمش دراپ شیپینگه، اصلا کار کلاهبردارانه ای نیست. اگر کسی درست و سالم انجامش بده میتونه این ور مثلا یه کانال اینستاگرام، تلگرام یا شبکه اجتماعی داشته باشه، جنسش رو معرفی کنه، خریدار داشته باشه، از اون ور یاد بگیره چه جوری کالا سفارش بده، کالا رو بیاره به این تحویل بده، پولشو بگیره، سودشو بکنه، نوش جونش. اون جایی در واقع تقلب میشه که من آدمی هستم که با نیت سالم نیومدم وسط، میام مثلا یه چیزی رو میفروشم، به یه تعدادی آدمم میفروشم، بعد اون جنسی که تحویل میدم اون جنسی نیست که گفته بودم، یا نه اصلا نیست و نابود میشم، یه مدتی دیگه نیستم. چون اینها روش‌های جدید درآمدزایی هستن، به چند روش میتونن کلاهبردارانه در واقع پول از مردم بردارن. یه روش آموزششه.
الان شما فقط تو اینترنت سرچ کنید روش‌های کسب درآمد دلاری. این مدل روش کسب درآمد دلاری وجود داره. چرا؟ برای اینکه من و شما درگیر درآمد ریالی هستیم، دلارمون میره 50,000 تومان، متاسفانه همینجوری هم میخواد بره بالاتر و خب طبیعی خرج و مخارج ما با هم دیگه بالانس نیست. ما هممون فکر میکنیم باید یه راهی پیدا کنیم که درآمدمون دلاری شه. خب حالا اگه اهل زحمت کشیدن نباشیم، تبلیغاتی که به ما وعده کسب درآمد دلاری آسون میده ما رو میندازه تو تله. طرف به سادگی هرچه تمامتر این وعده رو میپذیره که میتونه سریع و ساده درآمد دلاری داشته باشه. چجوریاشو مثال میزنم، نمونه هاشو مثال میزنم. یه نمونهشو الان مثال بزنم که متاسفانه توی دوستانی که مشاورشون هستن اصلا جزء پرتکرار تریناست. سایت هایی به وجود اومده که بهش میگن سرمایه گذاری دلاری. به شما میگه که مثلا شما $1000 مثلا سرمایه گذاری بکنی، هفته مثلا 20% بهتون میدم. من جمع تفریق میکنم، $1000 میذارم، بعد هفته اول مثلا 200 تومن من میتونم سود کنم، $200 سود کنم. هفته دوم $200 بعدی، از هفته پنجم به بعد من دیگه پولمو گرفتم. همینجوری تخم طلا میکنه برام، $200 $200 هم برای پول ما میشه 10 میلیون تومان فعلا با این دلارمون. خب من ترغیب میشم، $1000 رو میدم، هفته اولم در واقع $200 به من میده. من $200 اول رو که گرفتم، طمع چشم منو کور میکنه. خوشحال و خندون میرم یه حساب بانکی که داشتم و خالی میکنم، $10,000 $20,000 هرچی پول دارم میارم میذارم تو اون بانک سرمایه گذاری که به همون پول رو داده بود. یهو میبینم از هفته سوم به بعد دیگه نیست. این اتفاق شکلش ساده است. دوستان خوبم، مدیرای بسیار با تجربه رو من دیدم که پولای خیلی جدی تو همین منطق ساده از دست دادن. اینا روش‌های جدید درآمدزایی، درآمد دلاری آسان و کارهای مختلفی هستش که از طمع ما استفاده میکنه، ما رو خیلی ظریف و آسون گول میزنه. دوستمون فرمودن در گروهی شنیدم در همین وبینارها از کد ملی همکاران استفاده میکنن، ویزیت پزشک مینویسن و دارو تهیه میکنن و در بازار آزار میفروشن. متاسفانه چه چیزهای جدیدی هم که هی کشف نمیشه. من بعید میدونم این اتفاق بیفته چون به شماره شخص پیامک میشه. اینو من راستش نمیدونم که دوستمون اشاره کردن و خانم زهرابی هم فرمودن که بعید میدونم. من راستش در این مورد چیزی نمیدونم. شماره ملی که از چیزایی که نباید ترجمه بیان کرد و متاسفانه در محیط بیشتر دوستان کد ملیشون رو مینویسن. این هم بسیار نکته مهمیه. از برای داروهای کمیاب که فقط با کد ملی میدن، حتما یه چیزی دیدین نه شنیدین که میفرمایید. متاسفانه روش‌های سوء استفاده ها زیادن. سوء استفاده از اطلاعات برگه رزومه شرکت ها متاسفانه جزء چیزهای رایجه که فرمودین، همینطور که میفرمایید، و برای مالیات دقیقاً. خب دیگه داشتیم میگفتیم یکی دیگه از جاهایی که ازش سوء استفاده های در واقع مرسومی انجام میشه و زیاد هم اتفاق افتاده، سایت های مثل دیوار و سایت های مشابه است. نه اینکه خود سایت دیوار کلاهبرداری باشه ها، اما از سایت هایی که ارتباط ما رو با افرادی که نمیشناسیم فراهم میکنه، همون اندازه که میشه بهره برد باید در واقع احتیاط هم کرد. موضوع بعدی ربات‌ها، نانو، هوش مصنوعی و هر واژه جدید جذابیه که ما راجبش اطلاعات کافی نداریم. حتما شما عزیزان دیدین وقتی که نانو اومد به بازار همه چی دیگه نانو شد. شما میامدین دستمال کاغذی بخرین نانو بود، جوراب میخریدین نانو بود، بعد یه چیزایی رو میگفتن نانو، اصلا آدم هاج و واج میموند که آخه نانو چه ربطی به این داره. اما چون میخواست اونو بفروشه، در واقع میخواستش اونو یه جوری مطرح کنه که برای ما جذاب باشه. الان رو بورس هوش مصنوعیه، رو بورس رباته. ما وقتی میخوایم یه چیزی رو بخریم، طرف نمیدونه ربات چیه، نمیدونه هوش مصنوعی چیه، اما چون میخواد یه چیزی به من بفروشه به زور اینو میچسبونه به هوش مصنوعی و ربات. من دوستی داشتم که داشتن یه جایی میخواستن سرمایه گذاری کنن، زنگ زد برای مشاوره از من بپرسه که من اینجا سرمایه گذاری کنم یا نه.
اینقدر سود میده، اینجوری سود میده و این مدلیه. گفتم ببین این روش پول در آوردنش چیه؟ داره از شما 1 میلیارد تومان پول میگیره و میخواد که مثلا ماهی اینقدر پول بده. خب این چه کاری انجام میده که اینقدر سود میکنه که خب بالاخره یه سهمیش هم باید خودش برداره دیگه، یه سهمی هم به شما بده. این قاچاق میکنه که اینقدر سود میکنه. این درصد سود درصد نامعقولیه. خیلی جالب گفتش که من میرم ازش میپرسم. ایشون رفت پرسید و وقتی برگشت گفتش که اون طرفی که این کار رو انجام میده گفته من روی مارکت کار میکنم. یعنی چی مارکت؟ واژه مارکت یعنی بازار. رو مارکت کار میکنم یعنی چی؟ گفتش که من نمیدونم، چون یه جوری گفت من دیگه روم نشد بپرسم. این اونجاییه که شخص شیاد نامحترم از من و شما و از در واقع رو در بایسی ما سوء استفاده میکنه. من روم نمیشه درست بپرسم آقا مارکت که میگی یعنی چی؟ نانو که میگی یعنی چی؟ هوش مصنوعی که میگی یعنی چی؟ دقیق و درست و حسابی برای من توضیح بده ماجرا چیه. من نمیدونم نانو چیه، من نمیدونم ارز دیجیتال چیه، من نمیدونم هوش مصنوعی چیه، میرم میپرسم میفهمم. تو برای من درست توضیح بده. یکی دیگر روش‌های کلاهبرداری تجهیزات خاصه. متاسفانه تکنولوژی همون اندازه که خوبه همون اندازه هم میتونه شرایط برای کلاهبردارا جذاب کنه. خودکاری که اینجوریش بکنی پاک میشه، اینجوری بکنی آبی میشه، سبز میشه، قرمز میشه. دوربینی که مثلا از یه چیزای فیلم بگیره، میخوایم نمیخوایم، و حالا ماجراهای مختلفی که تجهیزات مختلف خاصه. من یکم زمان رو نگاه کردم دیدم یکم عقبم، با اجازهتون یه کمی سرعتمو برم بالاتر و با اجازهتون پیام ها رو میبندم و ادامه بدم. بعد فقط پاسخ دوستمون رو بگم، در محیط استاد و برگزار کنندگان کد ملی رو میخوان، یعنی امن نیست، یعنی برگزار کنندگان مورد تایید این پلتفرم نیستن. دوست گرانقدرم، عزیزانی که میتونن بیان داخل محیط برنامه برگزار کنن، هیچ نوع ولیدیشن خاصی، هیچ نوع تحقیق خاصی در موردشون نمیشه. هر کسی میتونه بیاد داخل محیط بگه من میخوام دوره برگزار کنم و دوره برگزار کنم. این نکته اول در حال حاضر اینطوریه. نکته دوم این، مرسی احراز هویت واژش نیامد به ذهنم. موضوع دوم اینه که کسان دیگه ای هم که توی فضای گفتگوی ما الان هستن رو ما نمیشناسیم. وقتی که عزیزانی که در جلسه هستن میان و فقط کد ملیشون رو اعلام میکنن، نمیدونن به غیر از منی که برگزار کنندم که حداقل اسم و رسمم مشخصه، بقیه میتونن اسم و رسم غیر واقعی داشته باشن. اینی که ما هر جایی هر اطلاعاتی از خودمون میدیم باید با احتیاط و مراقبت باشه. با اجازهتون دوستان خوب گرانقدرم، من پیام ها رو کوچولوش میکنم که کمتر ببینمش، نه به این جهت که خدای نکرده کم توجهی به فرمایشات شما کرده باشم، به این جهت که از زمان استفاده کنم، صحبت ها رو به نتیجه گیری برسونم و بعد در خدمتتون باشم. خب ما در مورد 15 روش 20 روش یه تعدادی روش صحبت کردیم که انواع اقسام کلاهبرداری جدید بود. الان میخوام همه اونها رو با هم دیگه تو ذهنمون داشته باشیم و بعد ببینیم فصل مشترک اینا چیه، چه چیزی بین اینها مشترکه که کمک میکنه روش‌های کلاهبرداری شکل بگیره، چه روش‌های کلاهبرداری موجود، چه روش‌های کلاهبرداری جدید. اولین موضوع ثروت بی زحمت و ساده است. هر جا شما وعده ثروت بی زحمت و ساده دیدین، بدونید که بوی کلاهبرداری میده. حالا ممکنه در قالب یه پیامک برای شما اومده باشه، ممکنه در قالب یه پکیج آموزشی باشه، ممکنه در قالب این باشه که سرمایه گذاری این چنینی انجام بده. اگر که شما جایی دیدین که یه چیزی رو با نتایج سریع بدون زحمت خیلی سهل الوصول داره برای شما فراهم میکنه، حتما حساس شین. نمیگم 100% کلاهبرداریه، چون اساسا این نوع صحبت کردن رو نمیپسندم، اما میگم شانس کلاهبرداری بودنش بسیار بالاست. پس حتما مراقبت کنین. هر کجا به شما قول ثروت بی زحمت، ساده، سریع، یه نتیجه سریع رو دادن، یه خود شک کنید. موضوع بعدی راز و رمزهای عجیب و غریبه. در دنیای امروز، دنیای اطلاعات، همچین راز و رمزهای عجیب و غریبی وجود نداره. هر وقت از واژه‌های تخصصی، راز و رمزهای عجیب و غریب حرف زدن، بازم شک کنید. پس کلاهبردارا در عین حال که خیلی خلاقن، اما یه خط و منشأ مشترکی هم دارن که اون خط و منشأ مشترک
کمک میکنه که در واقع ماجرا به سمت این بره که ما بتونیم دستشون رو بخونیم. یکی دیگه از جاهایی که بوی کلاهبرداری میده سوء استفاده کلاهبردارای خلاق از موجهایی که تو جامعه است. ما الان تو جامعهمون متاسفانه یکی از موجهایی که داریم مثلا مهاجرت. بنابراین شما اگر که دارین به مهاجرت فکر میکنین یا موضوع مهاجرت موضوع شماست، مطمئن باشین حضور کلاهبردارا توی این عرصه خیلی زیاده. ثروت دغدغه همه ماست، ما همه دچار مشکلات اقتصادی هستیم، پس اینجا خیلی حضور کلاهبردارا زیاده. مسکن الان دغدغه است، خودرو، یعنی اصلا هر جایی که احساس کردین موج جامعه است، مطمئن باشین که کلاهبردارا اونجا خوب حضور دارن و حتما باید مراقبشون باشین. موضوع بعدی که قبلا هم اشاره کردم، اون جایی که پیشنهادی که به ما میدن زیادی خوبه شک کنید. اگه به ما گفتن شما میای سر یه کاری که این ویژگی رو داره، اینجوری حقوق هم بهت میدیم، مزایا میدیم، یه جای کار میلنگه. اگه به من گفتن مثلا فلان خونه رو، این نمونهش زیاد بوده، مثلا فلان آپارتمان رو الان شما میتونید، مثلا حالا من چیزی که عینی خودم برخورد کردم و مثال بزنم، توی دور دریاچه چیتگر میتونید با قیمت مثلا متری 5 میلیون تومان بخرید، 40 میلیون تومان بخرید، عددا رو دقیق نمیگم و همینجوری دارم عدد میگم، این سونا داره، جکوزی داره، نمیدونم لابی داره، اینجوری برجا اینجوریه. بعد شما اولش 500 میلیون تومان پیش میدین، بعد قسطای بلند مدت میدین. خب خیلی زیادی خوبه. خوله مگه طرف بخواد اینجوری خونه‌شو به من بفروشه، وقتی که الان شرایط اقتصادی جوریه که 500 میلیون تومان پول رهن خونه نیست. برای چی من پیش خرید خونه بده، بعد اقساط بلند مدت کم بهره‌ای برای اون لوکس، برای اون برج لوکس بده؟ بنابراین اگر زیادی خوب بودم شک کنید. اگر یک کسی داره به شما پیشنهاد یک سود خوب میده، حتما بدونید که الان وقتشه که راجع بهش بیشتر تحقیق کنید. موضوع بعدی زمان کم تصمیم گیریه. معمولا کلاهبردارا ما رو میذارن تا انپاس تصمیم گیری. اگه تا فردا این کارو نکنی اینجوری میشه، تا امشب فرصت داری این کارو بکنی. پس هر جا که ما یه چیزی زیادی برامون ساده بود، تخصصی بود، نمیفهمیدیمش، از دانش و تجربه ما خارج بود، زمان کمی برای تصمیم گیری براش داشتیم، زیادی خوب بود، یا از شرایط ما، حرصمون، طمعمون، ترسمون استفاده سوء میشد، اینجاها جاییه که بوی کلاهبردارا میاد، ما باید خیلی مواظب باشیم. خب برسیم به اصل ماجرا. ما تا حالا ذکر مصیبت کردیم، گفتیم چجوری کلاه میذارن سرمون، حالا میخوایم بریم سراغ این که چجوری در امان باشیم از کلاهبردارا. یکی از روش هایی که میتونیم در امان باشیم اینه که از سایت ها، از کانال های تلگرام، از مراجعی استفاده کنیم که در مورد این کلاهبرداری ها اطلاع رسانی میکنن. من چند مدلی که میشناختم، چند موردی که میشناختم با شما به اشتراک گذاشتم، اما معنیش این نیستش که فقط اینا وجود دارن. من وقتی میخواستم یه اسلاید رو درست کنم، اینا بیشتر تو ذهنم اومد. اگر شما هم موردی رو میشناسین که میتونه به عنوان منبع باعث شه که ما بریم بهش رجوع کنیم، با کلاهبرداری جدید آشنا بشیم، یه چکی بکنیم ببینیم اوضاع چجوریه، حتما برامون بنویسیم. یکی از اونها یک سایتی به نام وب آموز که کانال تلگرام هم داره، سایت هم داره. یه سایت دیگه است به نام فکتیار. اینا راجع به کلاهبرداری ها، راجع به اتفاقایی که میفته تحقیق میکنن، یه اطلاعاتی بهمون میدن. نمیگم هر جایی یا هر چیزی که در واقع ما میخوایم چک کنیم اینا حتما میتونن بهمون کمک کنن، اما مرجع خوبی هن. حتی ما رو با یه موضوعاتی آشنا میکنن که ممکنه خودمون مواجه نشده باشیم، پیش به همون یه زمینه ذهنی بده. سایت پلیس فتا خب سایت بدی نی، خب انتظار اینه که بیشتر در این زمینه اطلاع رسانی کنه، ولی به هر ترتیب اونم به عنوان یه مرجع قابل استفاده است و میشه استفاده کرد. من همینجا یه نکته رو عرض کنم. پلیس فتا که در واقع پلیسیه که مسائل مربوط به فناوری اطلاعات و تکنولوژی و اینها رو پیگیری میکنه، خیلی عقب‌تر از اون چیزی که ما انتظارمون هست. یعنی اینجوری نیستش که اگر یک کسی کلاهبرداری اینترنتی با شما کرد، شما خیالتون راحت باشه که پلیس فتا خیلی راحت میتونه اون رو در واقع پیدا کنه، ردیابی کنه. بنابراین وظیفه اول، نمیگم نمیکنن، اما میگم وظیفه اول بر عهده خودتونه که حفظ امنیتتون رو بکنین و مراقب خودتون باشین. موضوع دوم اینه که
نه موضوع بعد. پس یه سری سایت شد، یه سری کانال تلگرام شد که ما از طریق اونها میتونیم با کیسای روز کلاهبرداری و پروژه هایی که الان جاریه، مثلا فرض کنید فلان صرافی ارز دیجیتال الان کلاهبرداره یا مشکوکه مثلا تو وب آموز اعلام کرده، فلانی فلان کار کرد، یه سری اطلاعات اینجوری به روز بهمون میده. یه دسته دیگه از در واقع منابعی که ما داریم افراد صاحب تجربه. من که نمیتونم در زمینه همه چی تجربه داشته باشم. اگر که میخوام برم خود رو بخرم، از مشاوره فرد با تجربه کمک بگیرم. من اگر ملک 2 تا دونه خرید و فروش کردم، به اندازه 2 تا خرید و فروش ملک تجربه دارم. اگر میخوام این کار رو بکنم، با یه مشاور حقوقی در این زمینه به هزینه‌ای که میدین میارزه. تردید نکنید که به هزینه‌ای که میدین میارزه، به شرط اینکه اون مشاور امینی باشه، مشاور آگاه و با تجربه‌ای باشه. موضوع بعدیش جستجوه. میخوایم یه کاری انجام بدیم، میخوام ماشین بخرم، به هر دلیلی دسترسی به مشاور امین ندارم، هزینه‌شو ندارم، هر چی یه کمی سرچ کنم راجع بهش، روش‌های کلاهبرداری ماشین، موقع خرید ماشین باید به چی توجه کنم، تو 4 تا گروه سوال کنم، یه جستجویی بکنم، یه کمی اطلاعاتمو ببرم بالا و بعد وارد عرصه‌اش بشم. و موضوع بعدی تفکر انتقادیه. اگر ما یاد بگیریم تفکر انتقادی داشته باشیم، بسیار 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 شانس این که مورد کلاهبرداری قرار بگیریم کم میشه. ازتون خواهش میکنم اگر مهارت تفکر انتقادی رو قبلا در خودتون تقویت نکردین، هم برای در امان موندن از کلاهبرداری ها، هم برای اینکه توی جامعهمون، توی این عصر، توی این سالهایی که ما داریم زندگی میکنیم، زندگی موفق تری داشته باشین، مهارت تفکر انتقادی رو در خودتون تقویت کنید. برای تفکر انتقادی خوشبختانه الان هم دوره‌های آموزشی فراوان هست، هم کتاب‌های بسیار خوب هست و فقط کافیه که شما بخواین که این اتفاق در شما بیفته. کتاب تفکر، اصلا واژه که تفکر انتقادی رو اگر سرچ کنین یه عالمه کتاب ارزشمند پیدا می‌کنین. منتها چون من همین الان حضور ذهن ندارم که اسما رو با اطلاعات کامل خدمتتون عرض کنم، من همراه نمیدونم دوستان الان فایل رو هم بعداً میبینن یا نه، یه کاری میکنیم، من توی سایت مدیر ایران مراجع آموزشی تفکر انتقادی رو بهتون معرفی میکنم، چون الان من توی این اسلاید براتون اسم کتابای تفکر انتقادی، ما وبینار تفکر انتقادی توی محیط داشتیم، بازم خواهیم داشت و اگه خواستین حالا دنبال کنین کتاباشم من چشم حتما معرفی میکنم. کتاب خوب تفکر انتقادی بسیار زیاد داریم. و آخرین موضوع، برای اینکه روش‌های در امان ماندن از کلاهبرداری رو جدی داشته باشیم، سواد داشته باشیم. منو ببخشید دوستان خوب بزرگوارم، دوستانی که همتون با اطلاعات تر از منین، اما میخوام جسارت کنم و بگم برای ما خیلی خیلی مهمه که ما سواد داشته باشیم. اما وقتی میگم سواد و میگم با سواد باشیم، منظورم تلقی که در قرن 20 از سواد بوده نیست. در قرن 20، در ابتدای قرن 20 سواد میشده خوندن و نوشتن. در انتهای قرن 20 میگفتن کسی با سواده که زبان انگلیسی بلد باشه، یه کار با کامپیوتر هم بلد باشه. اما وقتی وارد قرن 21 شدیم، تعریف سواد عوض شد. سازمان ملل وقتی رسید به دهه دوم قرن 21 گفتش که اصلا اون تعریف‌های قبلی دیگه جواب نمیده. ما سواد رو شامل یه سری زیرشاخه میدونیم، شامل یه سری مواردی میدونیم که اگر کسی این اطلاعات نداشته باشه در واقع در قرن 21 بی‌سواده. ولایی که کامپیوتر بلده، کار با کامپیوتر بلده، زبان بلده، خوندن نوشتن بلده، زبان بلده. تا اینجا پیشرفت سازمان ملل و یونسکو که گفتش که اگر این مهارت‌ها رو کسی بلد نباشه با سواد محسوب نمیشه و الان در سیستم دانشگاهی اگه کسی دکترا هم گرفته باشه در قیاس با این مفهوم سواد 5% سواد داره.
پس دقت بفرمایید، من منظورم وقتی میگم با سواد باشیم خوندن و نوشتن نیست، منظورم مدرک دانشگاهی هم نیست، منظورم مفهوم در واقع جهانی اونه که در مفهوم جهانی جدید سواد انواع سواد شامل موارد مختلفه. ما راجع به چیزهای مختلف لازم اطلاعات داشته باشیم، لازمه که راجع به رسانه اطلاعات داشته باشیم، راجع به رایانه اطلاعات داشته باشیم، راجع به عدد اطلاعات داشته باشیم، راجع به مدیریت خودمون و عاطفه های خودمون و هیجان های خودمون اطلاعات داشته باشیم و بقیه موارد. اما این تعریف هم عوض شد. تعریف جدیدتری که در 2-3 سال اخیر در واقع یونسکو داشته این بودش که اوکی شما اون همه اطلاعات داری، اون همه در واقع انواع سواد رو باید داشته باشی، اما مادامی که اون سوادها، دانشها باعث نشه که شما از خوانده ها و آموخته های خودتون تغییری در زندگیتون ایجاد کنین، هنوز با سواد نیستین. و این اونجایی که ما هممون پامون میلنگه، ما هممون موقع سخنرانی کردن خیلی با سوادیم. حتی اون جاهایی که میریم سوادم کسب میکنیم راجع به مثلا مسائل انتقادی، راجع به عاطفه، راجع به رسانه حرف زیاد میزنیم، اما وقتی بحث عمله کم میاریم. پس تعریف جدید سواد که من درخواست کردم هممون متوجه باشیم که باید با سواد باشیم، این که اون 12 نکته سواد رو در خودمون تقویت کنیم، اینکه کمک کنیم آنچه آموختیم در زندگی ما تغییر ایجاد کنه و ما واقعا بتونیم اگر امروز 4 تا مطلب شنیدیم از فردا دیگه تو این تله نیفتیم، از فردا از اون آموخته ها استفاده کنیم. اینجا دیگه من وای میستم برای اینکه شما سوالتون رو بفرمایید. در خدمتتون هستم برای اینکه هر کدوم از دوستان بزرگوارم اگر سوالی میخوان به شکل صدا مطرح کنین، دست این علامت دست رو بزنید من وایس میدم، اگرم میخواین متن بنویسین در خدمتتون هستم. به اندازه 5 دقیقه پرسش و پاسخ داریم. یه چند تا دونه اسلاید دیگه هم میخوام جلو برم برای اینکه بحث رو بتونیم یه جمع‌بندی خوب بکنیم. من هنوز پیام‌های شما برام نیومده. من صفحه پیامم خالیه دوستان، اگر چیزی می‌نویسین. آها اومد. دوستان فرمودن تفکر انتقادی بسیار عالی است، کاملا باهاتون موافقم. من شخصا از وقتی که یادمه، یعنی از سالهای پایانی دبیرستان، وارد فضای آموختن چیزای متنوعی شدم، چیزای مختلفی رو یاد گرفتم. مدت‌ها دنیای آیتی منو جذب خودش کرده بود، بعد دنیای مدیریت، چیزای فلسفی، چیزای مدیریت کسب و کار، همه جا دنبال چیزای مختلف در واقع بودم. در چند سال اخیر مباحث تفکر خیلی برای من جذاب شده و بحث تفکر انتقادی، بحثایی که مربوط به پرورش مهارت فکره، به نظر من به شدت زیربنای همه چیزهای دیگه‌ای بودش که میتونه برامون مفید باشه. بفرمایید خانم عمرانیان عزیز. آخه رفتین شام؟ چشم. زود تمومش میکنم دیگه، زود بفرمایید. تفکر انتقادی با انتقاد پذیری مرتبط؟ خیر. تفکر انتقادی ترجمه نادرست کریتیکال تینکینگه. نادرست به این جهت که ما در فرهنگمون انتقاد رو دیدن کاستی های چیزی و در مورد صحبت کردن میدونیم. در نتیجه اگه شما از من انتقاد کنید یعنی که در مورد کاستی های من صحبت میکنید و من اگه آدم با جنبه ایم اون کاستی ها رو میپذیرم. در حالی که تفکر انتقادی یعنی دگرگونه و سنجشگرانه اندیشی، یعنی من چطور یه چیزی رو از ابعاد مختلف ببینم، درست‌تر ببینم، وسیع‌تر ببینم، سنجش کنم و با جهات مختلف اون رو دیده باشم. ترجمه قشنگتر برای کریتیکال تینکینگ سنجشگرانه اندیشیه. منتها چون از وقتی که کریتیکال تینکینگ اومد توی ایران به تفکر انتقادی ترجمه شد و ما به اشتباه در واقع انتقاد رو همیشه با نقد و نقادی و کم و کاسی یکی می‌دیدیم، این اشتباه در واقع پیش میادش. آموزش MBA واجب‌تر یا دیجیتال مارکتینگ؟ اساساً هیچ چیزی به طور کلی برای کسی واجب یا مستحب محسوب نمیشه. بستگی به مسیر شخصی زندگی ما داره. هدفهای ماست که تعیین میکنه چی در واقع مفیده، چه چیزی نمیتونه مفید باشه. انتقاد شامل بیان نکات مثبت و منفی میشه؟ حق با شماست.
اما سنجشگران اندیشی فقط به نکات مثبت و منفی کار نداره، یک نگاه خلاقانه و وسیع‌تر به مسائل، یعنی به ما تفکر انتقادی کمک میکنه که ما تفکر واقعی بکنیم راجع به یه چیزی. مثبت و منفی یه شیئی یکی از وجوهشه، دو تا از وجوهشه. تفکر انتقادی دید ما رو وسیع میکنه تا سنجش دقیق‌تر و کاملتری داشته باشیم راجع به اون موضوع، از وجوه مختلف بهش نگاه کنیم، نگاه‌های متفاوت به مسائل. بله ممنونم. خب اگر به من اجازه بدین، چون میدونم دیگه خستم شدین، یه چند تا مثال میخوام بزنم و بریم. اولیش نگاه کنین، این آقایی که خیلی هم آدم باحالیه، این یه تبلیغ، واقعا من الان تو فضای اینترنت برای شما اسکرین شات گرفتم، به همین راحتی نوشته میخوای درآمد دلاری داشته باشی، میخوای شرایط اقتصادی فرار کنی، میخوای ارز دیجیتال خرید و فروش کنی، دیگه چی میخوای؟ همین لینکو بزن بیا. نگاه کنی اون چیزایی که ما گفته بودیم همش توشه. میخواد خیلی آسونش کنه، میخواد سریعش کنه، دست گذاشته روی نقطه حساس من که الان شرایط بد اقتصادیه. الان که من میدونم کلاهبردارها، شیادها چطور دارن سوء استفاده میکنن، دیگه گوله یه همچین تبلیغی ها نمیخورم. این یه نمونه از پنل های سرمایه گذاریه که خیلی قشنگ، خیلی شیک و مجلسی، سایتش هم خیلی شیک و مجلسیه، توضیح میده اگه شما اینقدر $1000 بدی هر هفته چقدر سود میکنی. مدل هاییه که بهتون گفتم، هفته اول و دوم بهتون سود میده، بعد احتمال زیاد شما خیلی علاقه‌مند میشین، خودتون و اطرافیان رو ترغیب میکنید پول بیشتری بزنید و بعد از یه جایی به بعد دیگه سایت آش با جاش نیست، یا جواب شما رو نمیده، یا یه بهونه‌ای میگیره، یه چیزهایی پیش میادش که خلاصه کلا کار به تعویق میافته. این مدل ماجراها. درآمد دلاری با روزی 2 ساعت تو کار بیشتر از $3000 سود امروزش بوده. الان اگر که شما این نوع تبلیغات رو رصد کنید تو اینترنت متاسفانه پره، اما اقسام وعده هایی که واقعا آدم میمونه. اگر قرار باشه که کسی تو 2 ساعت $3000 سود کنه، دیوانه است مگه بیاد آموزش بده، روزی 2 ساعت سودشو بکنه بره بقیه زندگیشو بکنه. اینم نمونه ای از پیامک های کلاهبرداریه که مدل های مختلفشون رو ما با هم دیدیم که به هم میگه که من انقدر پول مثلا به حساب شما ریختم، با این یوزرنیم پسورد برو که این پول رو برداری. خب ما ترغیب میشیم، تمامون میاد بالا، بعد این لینک رو میزنیم، لینک رو که زدیم میریم توی گرفتاری اینها. مدل های مختلف جو ایجاد میکنم. بچه‌ها یه خبر خیلی خیلی مهم، فردا قراره اینجوری بشه اینجوری بشه، من خبرها رو دارم، من خیلی وصلم به اخبار بالا، بعد کلیک کن بیا دیگه من هستم خدمتتون برای کلاهبرداری. اینم باز یه مدل دیگه. اما اقسام در واقع کارهای سرمایه گذاریه، خیلی سریع و سودده به شما پول میده، دلار کیسه کیسه بهمون پول میده. سوالهای شما رو در خدمتتون هستم. در پایان ماجرا بهتون پیشنهاد میکنم و درخواست میکنم که در زمینه‌های مختلف اطلاعات خودتون رو به روز نگه دارین به شکل‌های مختلف. در حال حاضر زمینه‌های مختلفی که ما میتونیم یاد بگیریم، کتاب‌های مختلف، دوره‌های آموزشی مختلف، خوشبختانه بسیار سهل الوصوله و ما با هزینه‌های بسیار کمی پرداخت کردن یه هزینه برای سمینار، وبینار، کلاس، نمیدونم حتی رایگان‌هاش، کتابایی که هست، هر کدوم از اینا هزینه‌های ما رو در گرفتار شدن کلاهبرداری یا پرداخت کردن هزینه‌های ندونستن بسیار کم میکنه. من 5 دقیقه دیگه در خدمت شما هستم. این راههای تماس منه. هر کدوم از دوستان سوالی داشته باشن دیگه در خدمتتونم. من مباحثم تموم شده، برای اینکه وقت شما رو نگیرم تون گفتم که دیگه تموم کرده باشم، طبق برنامه‌ریزی که تو برنامه داشتیم تموم کرده باشم و حالا در خدمتتون هستم اگر سوالی هست. فقط من الان پیامم با تأخیر نشون میده، اگر یه خورده دیر نشون داد من دیر دیدم ببخشید، منتظرم تا دیدم. من پیام‌ها رو هنوز بهم نشون نمیده، فقط شما که میتونین ببینین و بنویسین لطفاً در یه خط نظرتون نسبت به وبینار بهم بگین که اگر که در واقع نظر شما رو داشته باشم برای وبینارهای بعدی توی موضوعات مختلف بهتر میتونم با انرژی بیشتر بیام و احیانا اگر نکته‌ای هست استفاده کنم. مرسی از محبت شما.
خواهش میکنم. مرسی از محبت شما، لطف شماست. ممنونم از شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم. امیدوارم که پولهای سالم خیلی توپل مپل در انتظارتون باشه، از روشهای سالم پولهای بزرگ به دست بیارین، با لذت و سلامتی ازش استفاده کنین. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. ممنون از همه شما.